خب شروع کنیم. دست شما کدوم دکمه رو بزنم؟ اینو چیز نکن تو همون حالت بریم. درست که هرچی درشترش بکنید به نظرم خوبه. خب شروع کن. بفهمید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و عزیزان شرکت کننده در این جلسه. تشکر میکنم از برگزار کنندگان عزیز این دوره که واقعا نسبت به موضوع به این مهمی دغدغه داشتن و تونستن که با تنوع سرفصل‌های مختلف و نگاه کردن از منظرهای متعدد از جمله بحث‌های حقوقی به بحث ناترازی بانک‌ها بپردازن. من صبح داشتم فکر می‌کردم دیگه از ساعت مثلا 6 و نیم که بیدار شدم که چی بگم خدمت دوستان و چی ارائه کنم تو 1 ساعت و نیم که بشه که بحث ناترازی بانک‌ها رو از منظر وصول مطالبات بانکی بهش پرداخت و با توجه به اینکه فکر کنم هیچ کدوم از دوستان حقوقی نیستن در جمع و باید من به ساده ترین و عامیانه ترین لسان ممکن و ادبیات ممکن موضوع رو براتون باز کنم، بخواید بفهمید که دقیقاً تو بانک‌ها چی میگذره که وصول مطالبات اتفاق نمیفته و این وصول مطالبات چطور منجر به ناترازی میشه. دیدم که خیلی کار سختی تو 1 ساعت 1 ساعت و نیم بخوایم بهش بپردازیم. به خاطر همین بحثی که براتون انتخاب کردم، من یه مقاله نوشتم که خود بانک مرکزی منتشر کرده و چاپ کرده در فصلنامه علمی پژوهشی بانک مرکزی، مطالعات مالی و بانکداری اسلامی که مؤسسه عالی بانکداری منتشر میکنه. اونجا علل حقوقی عدم وصول مطالبات بانک ها رو باز کردم که البته مقاله فکر کنم در سال 97 فکر میکنم. قوانین از اون موقع تا حالا تو این حوزه خیلی عوض شده ولی به 4 دسته تقسیم کردم و 3 علت مهم رو برآوردم. اون علت‌ها رو اول براتون باز میکنم که دقیقاً چه اتفاقی میفته که بانک‌ها نمیتونن وصول مطالبات کنن در 3 لایه و بعد 2 تا آیین‌نامه مهم داریم. 2 تا آیین‌نامه که در حوزه وصول مطالبات بانک‌ها هست که آیین‌نامه دقیقاً وصول مطالبات بانک‌ها است، این دستورالعمل وصول مطالباتی که هم دستورالعمل امهال مطالبات. این 2 تا چیزی که تو قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخته نشده. سعی می‌کنم که اگر که فرصت شد بعد از مباحث این مقاله اون 2 تا دستورالعمل رو هم خدمتتون بگم. هر چقدر هم وقت کم آوردیم من فایل هر 4 مورد رو به علاوه این که اون دستورالعمل ها رو خودم با همکاری که دوستان سرکار خانم سیدی ساده سازش رو تهیه کردم، یعنی به زبان خیلی ساده ساز نوشتم و فلو چارتش کردم. اون رو هم ببینید. همه فایل‌ها رو تقدیم دوست کردم که توی گروه براتون بارگذاری کنم. خب اگر که بخوام که بحث رو شروع کنم، خیلی علت میتونیم برای این بشاریم که بانک ها اول بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا وام خودشون رو میدن. وامو که میدن، من همیشه یه مثالی میزنم توی بانک، میگم که چون من از زمانی که استخدام شدم بانک همیشه در قسمت حقوقی و وصول مطالبات بودم. تو بانک صادراتم که الان اومد، بانک های قبلی هم همیشه ناظر بر این حوزه بودم. بعد یه جوک مثال رو میزنم، همیشه میگم که ازدواج رو میخوان تشبیه کنن، یعنی که ازدواج مثل ظرف میمونه، بعد این در ظرف رو که باز کنی اول ازدواج ماه عسل و ایناست، میگن که عسل شیرین تره، بعد عسل میشه، بعد تبدیل میشه مثلا به شکر، بعد میشه مثلا آب یه خورده خوب و بعد آب معمولی و بعد آب شکم بو میگیره متعفن میشه، بعد تبدیل به بود آب متعفن گند و گوه و نام چی اینا میشه. بعد طرف میگه ما مثل که شانس نداشتیم اینو سر دعوا کردیم از اول، این اول ازدواج هم تو دعوا و فلان و اینا. حالا توی بانک هم دقیقاً قسمت شیرینش همیشه من یادم ما طبقه 3 بودیم اداره حقوقی، مثلا اداره اعتبارات طبقه 4 بود. شب عید که میشد پکای هدیه و اینا رو همین میبردن پیش اداره اعتبارات و نمیدونم اینا دیگه تهش می‌خواستن به ما بدن، همیشه دعواها و جنگ و مرافعه و پاسگاه و دادگاه و اینا دیگه خیلی می‌خواست لطفاً 4 تا سر رسیدم مثلا به قسمت حقوقی وصول مطالبات. به خاطر همین همیشه اعتبارات خیلی جست خوشگل میگیرن، طرف میخواد که چیز کنه وام بگیره میره اونجا
با یه دیسیپلین خاصی، هم بانک دیسیپلین داره هم طرف مقابل دیسیپلین داره، وام رو میدن. بدبختیش دیگه از اون نقطه شروع میشه که میرسه به وصول مطالباتش، اون میگه من ندارم، بانک میگه من وثیقه ندارم، بدو دادگاه، بدو پاسگاه، امهال کن، توافق کن، چند درصد رو بگیر، دعوا و اعصاب خوردی. حالا با این نگاه شما ببینید چی میشه که در اون قسمت اول من میگم شاید بیشتر از 50% مشکلات وصول مطالبات در همون ماحصله. اگه ماحصل خوبی داشته باشی بعد از اون دیگه ادامه زندگی هم چی باشه؟ زندگی خوبی باشه. اما چون همیشه در اون اول رابطه خوب شکل نمیگیره، بانک ها در وصول مطالبات خودشون هم چیه؟ صلح آخر دچار مشکل میشن. حالا من تیتروار این توی مقدمه همین مقاله نوشتم که چرا وصول مطالبات بانک ها اتفاق میفته. این علل ایناست: بی‌توجهی و رعایت نکردن مقررات در تنظیم قرارداد. تو شعبه اینقدر شلوغ، حالا الان که قرارداد دیگه داره به سمت الکترونیکی شدن میره و اینها، نه مشتری قرارداد میخونه نه بانک براش توضیح میده. بعضی وقتا متاسفانه امضای ذیلش رو میگیرن. حالا این قبلا خیلی بیشتر اتفاق قرارداد سفید امضاست و بعداً در دادگاه میتونه مستند این باشه که من اصلا اراده‌ای نداشتم برای انجام این قرارداد، این قرارداد سفید امضا بوده، تحمیلی بوده. در حقوق اروپا بهش میگن unfair terms، شروط غیر منصفانه، یا ما بهش میگیم شروط تحمیلی، که یکی از ادله مهم ابطال قرارداده. نکته بعدی، وثایق ناکافی یا وثایق با امکان نقد شوندگی نامطمئن یا پایین‌تر از ارزیابی انجام شده. وثیقه وقتی بانک میخواد بگیره برای کارشناس تعیین میکنه، اون کارشناس هم پسر پیغمبر نیست. بعضی وقت خیلی وقتا میبینیم اعمال نفوذ رو اون اتفاق میفته. یه دفعه میبینیم که قیمت ملکی که 100 میلیارد تومانه میزنن 150 میلیارد تومان تو ارزیابی اولیه و باعث میشن که اون وثیقه تکافوی لازم رو نکنه یا کیفیت لازم رو نداشته باشه. بانک ها هم به خیلی از دلایل از جمله دستورالماده 16 و 18 قانون رفع موانع تولید و مواد متعدد برنامه هفتم توسعه تمایلی به اینی که ملک رو بردارن خیلی ندارن. چون اگه ملک رو بردارن فردا نسبت دارایی‌های ثابتشون بالا میره و مشمول هم مالیات میشن، هم بسیاری از مقررات بانک مرکزی براشون مجازات‌هایی رو تعیین می‌کنه. نکته بعد اینه که خب ما اهلیت و ظرفیت متقاضی تسهیلات رو به دلیل عدم شفافیت اطلاعات مشتریان نمیتونیم کشف کنیم. هم نکاتی که آقای دکتر چنارانی گفتن، واقعا ما یک نظام جامعی نداریم که الان حتی مشخص بشه بدی آقای که الان جلو من نشسته تو بقیه بانک ها چقدر وام گرفته، چقدر نکول شده، چرا هست سامانه دانشون میده. دقیقاً ببینید این مشکل رو، حالا من سعی میکنم که هرچی چون ضبطم میشه هرچی ممکنه اسم نیارم، ولی دقیقاً مثلا همین قصه دبش بخش عمدهش همین بود. این آقا میرفت، یکی از کارهایی که در پرونده دبش اتفاق افتاد این بود که مالک دبش میرفت و یک سری پول رو از یک سری از بانک ها میگرفت، بعد میبرد یه بانک دیگه میذاشت سپرده میکرد، بعد معدل ایجاد میکرد از اون بانک چند برابرش میگرفت. میدونید که هر بانک که شما یه معدل ایجاد کنید به صورت میانگین 3 تا 5 برابرش، یعنی با ضرب 25% میان و به دوباره تسهیلات دادن. اینجا میگرفت بعد 5 برابر بانک بعدی میذاش، بانک بعدی دوباره 5 برابر بانک بعدی، همینطوری باعث چی میشد؟ و این به راحتی قابل رصد کردن نداشت. این خیلی مشکل جدی است در شبکه بانکی که ما متاسفانه نمیتوانیم به عدم شفافیت اطلاعات مشتری. خیلی دیتا هم که میگن محرمانه است، به سازمان امور مالی میگه محرمانه است، نمیدونم نهاد خیلی از نهادهای امنیتی بعضی وقتا مطرح میشه میگن دیتای ما محرمانه است و قصه. نکته بعدی حالا اینه که اصلا همین مشکلات نباشه، من میخوام اقدام کنم روی وسایل قانونی. حداقل من به شما دارم میگم از زمانی که بانک تصمیم بگیرد از امروز که شمشیر رو علیه بدهکار بانکی بکشه و بخواد وصول مطالبات خودش رو انجام بده، تا زمانی که بتونه وصول مطالباتش برسه و بتونه وصول کنه، ما چند تا حالت داریم دیگه. یه حالت اینه که بر اجرا ثبت روی سندهای داخلی، میدونید قرارداد بانکی و چک، این دو تا تنها اسناد عادی هستن که لازم الاجرا. چون میدونید که سندهای عادی قابلیت لازم الاجرا بودن رو ندارن، سندهای فقط، یعنی شما مثلا فرض کنید که هر چیزی که در دفترخونه تنظیم میکنید قابلیت صدور اجرایی داره. اون صدور اجرایی یعنی که بدونید که دادگاه بره شما میتونید وصول مطالبات انجام بدید. قراردادهای بانکی و موجب ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها سند عادی است که
میتوانیم روش اجرایی بکشیم، یعنی بدون که دادگاه بریم میتونیم که اجرایی بکشیم و وصول مطالبات کنیم. چه همین قابلیت رو داره. حالا پس بانک یا باید دادگاه بره یا باید بره مستقیم اجرایی ثبت و اجرایی بکشه، اموال طرف رو توقیف کنه. هر یک از این دو تا حالت به صورت میانگین از زمانی که اراده کنه تا زمانی که وصول مطالبات زیر 1 سال امکان پذیر نیست. و حالا شما ببینید در تورم مثلا 40-50% و نرخ تسهیلات 20% کی زیان میکنه؟ بانک زیان کنه یا خدمت شما عرضم که بدهکار. یه نکته دیگه هم بگم به شما، چون در واقع در کشور ما اعطای تسهیلات نوع رانت حساب میشه، چون همونطور که گفتم نرخ تورم با نرخ تسهیلات همخوانی نداره. اگر یه نفر یه بار بلیتش برنده بشه و وام رو بگیره، عقل سلیم و اقتصادی بهش میگه که دیگه این وام رو پس نده. چرا؟ چون نهایتاً بعد از پایان قرارداد آنچه که به قرارداد تعلق میگیره وجه التزامه. وجه التزام شامل معادل نرخ سود به علاوه 6% جریمه است. پس تسهیلات 20% 6% میشه 29%، تو تورم 50% باز به نفعشه. و بعد حالا چون بانک هم دقت کنید، چون اگر بره توی مطالبات غیر جاری بانک، هم مطالبات جاری و غیر جاری به شما توضیح میدم، یعنی بره تو سرفصل در واقع به اصطلاح، بانک باید برای ذخیره بگیره، بانک امپلیش بگیره بالا، بانک باید 10 تا بره جواب بده، بانک هم تمایلی نداره که این تو سرفصل بره. بنابراین سری میره سراغ چی؟ امهال مطالبات. امهال مطالبات هم که میکنه یعنی به طرف چی میده؟ مهلت میده. حالا وام جدید میده یا هم بهش میگن تجدید، تبدیل، تمدید، تقسیط مجدد. این پول بر نمیگرده دیگه، یعنی ظاهری سرفصل ها رو عوض میکنن اما به حال این پول به حساب بانک بر نمیگرده. من توی خود بانک صادرات من که نگاه میکردم آمار رو، بیشتر از 40% از تسهیلات ما در طول سال میدیم فقط امهال مطالبات سابق. یعنی کسایی هستن که بهشون وام دادیم پس نمیدن و مجبور میشیم اینها رو چیکار کنیم. حالا در این بانک ها با ضرایب بیشتری هم متاسفانه هستش. پس عقل سلیم میگه که ندیم این تسهیلات، باز پرداخت وقتی که نمیکنی شما، بانک هم مجبور میگه شما رو براتون امهال کنه، تو سرفصل هم نمیره و میتونی که حیات اقتصادی خود رو ادامه بدی. خب نمیشه اعطای مجوز پرداخت تسهیلات جدید مشکل داره پرونده. کارشناسی خلاف واقع املاک به وسیله گذاشته شده نزد بانک ها. این خیلی مشکل بزرگی که ما در مرحله وصول مطالبات نگاه میکنیم، میبینیم که این دفعه مطالبات 3 برابر شده اما ارزش اون ملکه متاسفانه به دلیل ارزیابی غیر واقعی یا مشکلات یه چند برابر به میزان مطالبات رشد نکرد. یه نکته بعدی هم بحث همون دوباره همون بشکه یا همون ظرف است. از بخش عمده از تسهیلات به شرکت‌ها و نهادهای واسطه به دولت اعطا می‌شود. حالا من کلمه دولت رو برمی‌دارم، نهادهای وابسته به نهادهای قدرتمند داده میشه. ببینید به هر حال وقتی که شما مثلا بازرگانی دولتی وام میدی که بره مثلا شب عید وارد کنه یا کالای اساسی وارد کنه یا گندم بازخرید تضمینی گندم رو انجام بده یا شرکت‌های مشابه دیگه که کارهای حاکمیتی انجام میدن یا اونایی که کالاهای اساسی الان تو شرایط سختی کشور وارد میکنن، نمیتونی به راحتی چماتو ببندی و اجرای علیه بگی و اقدامات بر وصول مطالبات انجام بدی. ضمن اینکه خب طرف هم قدرت کافی رو داره برای اینکه تو به عنوان بانک فشار بیاره برای اینی که اون مطالبات در موقع مقرر خودش وصول نشه. این تو بانک‌های دولتی خیلی چند برابره، یعنی تشدید میشه. حالا بانک‌های خصوصی مثلا بانک سامان، بانک خاورمیانه که من نمیدم به این، ولی بانک دولتی مجبور که به اینها بدهد. بخشی از به قول معروف اعمال حاکمیت از طریق بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل 44 اتفاق میفته که این در وصول مطالبات. از بانک کشاورزی اگر نگاه کنید، بخش عمده‌ای از مشکل رشد مطالباتش به اعطای تسهیلات بر همین مشکلات کشاورزی کشور. یا مثلا ببینید یه زمانی که ملت میاد و تسهیلاتی رو میده برای اینکه بنزین رو ما به موقع از بحث تحریم بنزین شروع شد ما خودکفا بشیم در تولید بنزین، رفتیم و پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس رو در جنوب کشور احداث کرد. خب این پالایشگاه یک کنسرسیومی است نزدیک 4 میلیارد دلار بدهی داشت به بانک ملت و یه تعداد دیگه از اعضای کنسرسیوم که ببینید خب حالا میخواد چیکارش کنی. این امکان خدمت اینقدر نیاز داخل کشور زیاده که امکان صادرات بنزین رو هم نداره، ارزآوری هم نداره، این تسهیلات رو به موقع پس بده. یا من مثال دیگه بهتون بزنم،
نیروگاه‌ها، ما الان نزدیک به 5-6 تا نیروگاه در داخل کشور داریم. این نیروگاه با پول صندوق توسعه ملی رفتن و چی شدن؟ ساخته شدن. جالبه که بیشترشون هم در نقاط مرزی کشور ساخته شدن. چه نقاط مرزی؟ که صادر کنن، مثلا اسلام آباد کرمانشاه که برقشو صادر کنه به کجا؟ عراق، نمیدونم اون بر مرزهای شمالی به کجا، این بر غربی به کجا. خب بعد اینا ارز صندوق توسعه ملی گرفتن. صندوق توسعه ملی چطور بچه‌ها دلاری میده؟ نه، دو مدل صندوق توسعه ملی وام میده. یا اینی که میاد بانک رو به عنوان عامل انتخاب میکنه، میگه آقای بانک صادرات، بانک صنعت و معدن، چون مثلا اینا عمدهشون صنعت و معدن، ببرید این وام رو من شما میدم، شما ببر بده به X Y Z برای نیروگاه. بعد خیلی وقت خودش هم حتی مشتری رو چیکار میکنه؟ تعیین میکنه. اساسا اول مشتری انتخاب میشه، بعد این قرارداد عملیات منعقد میشه. بانک به عملیات صندوق توسعه ملی 2% کارمزد برمیداره، میاد این تسهیلات رو چیکار میکنه؟ میده به اون نیروگاه. در سررسید خودش که میرسه، صندوق توسعه ملی میگه این پول بین نسلیه، من هیچ شوخی با هیچ کس ندارم، ببر این پول وصول کن 2% برده به پول منو بده. خب این نیروگاه چه اتفاقی براش افتاده؟ الان مقصد برق صادر کنه، خورده با بحران بی‌برقی کشور، هیچ کدومشون به صادرات ندارن. بعد دولت با چه قیمتی از برق میخره؟ با قیمت دستوری تضمین شده. میاد یه قیمت مثلا عجیب غریبی مثلا حساب کنی با دلار مثلا میشه 4800. خب صندوق توسعه ملی چی میگه؟ میگن من در قراردادم نوشتم استرداد عین ارز میخوام به قیمت روز. الان باید بره 8 چند روز بره از بازار تهیه کنه، پول صندوق توسعه ملی رو پس بده. بهش میگی آقا این که ارزشو دولت میخره، برقشو دولت میخره، برق دولتی هم میخره، امکانش داره، به من ربطی نداره که اون مشکلش با نیروه. میگه کعبه خودش خدا داره، من صاحب شترام، من باید پول راست میگه، از منظر خودش درست میگه دیگه. هر کسی کار خودشو میکنه. میگن که یه بار این چیزی که میکنن لوله میذارن داخل زمین و اینا، آره یه عده میان مثلا میکنن یه لوله میذارن، یه عده میان پر میکنن. یه چیزی اونی که لوله میکن نیومد، اونی که خاک میکن میومد خاک میکن، پر میکرد. ما کار خودمون رو میکنیم، کار نداریم. به ما مثلا پروژه دادن، من باید کارو انجام بدم. حالا بعضی وقت تو کشور ما اتفاقات اینطوریه، بانک مرکزی میگه آقا به اینا ارز بده. من ارز ندارم که ارز خدمت شما ارزم که بخوام با نرخ ارز نرخ مجا بدم. به صندوق توسعه ملی میگی، صندوق توسعه ملی میگه که آقا به من ربطی نداره که من پولو دادم، عین پولمو میخوام پس بگیرم. به من بانک میگن، بانک من که کاری نیستم که من از صندوق توسعه ملی گرفتم میخوام پس بدم. بدبخت بودش که تو چشم کی؟ اون نیروگاه. بعد تهش هم شما اگر که بخوای پیش وزارت رو هم میگی آقا به من ربطی نداره، من قیمت تو برق تعیین کرده، از ایران تعیین کرده، منم باید بخرم. بعد میگن چی؟ میگن که آقای بانک اگر نداد خیلی بچه بدیه، بدو رو چیکار، نیروگاه رو تملک کن. بعد چی؟ بنگاهداری نکنید. بعد اصلا مگه نیروگاهداری کار بانک بلده که این کارو بکنه؟ حالا فارغ از چقدر میتواند سوده باشه یا سوده نباشه. پس ببینید اینا نگاه مسائلی است که تو مطالبات بانک‌ها الان خودمون چند تا نیروگاه داره، بانک صنعت و معدن هم داره، بقیه چیزا دارن، چندین سال هم تو باز مونده. نه کسی جرئت میکنه وصول بکنه، نه کسی جرئت میکنه وصول نکنه، نه ببری تو سرفصل مطالباتت بذاری ام پی ال داغون میکنه. چقدر باید ذخیره بگیری، صندوق توسعه ملی چیکار کنه، بانک مرکزی اگه بخواد بده، میدونید مثلا اشلش رو نگاه کنید، که مثلا حالا عددش رو نمیخوام بگم اینجا، عددش خیلی درشته، مثلا چقدر باید ببره ارز تامین کنه بیاد اینو چیکار. همینطور مونده پرونده های باز بلا تکلیف دلتون بخواد تو کشور مشابه اینها ما داریم. خب پس این تسهیلات اصلا خیلی برانزا هستن. مدل دوم تسهیلات صندوق توسعه ملی از این جذاب‌تره. چیکار میکنه دیگه؟ عملیات نمیگیره که. حالا اگر تمایل داشتید من یه مقاله نوشتم با دکتر سید امیرحسین سیدی در مورد مدل اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی که آثارش آوردم و اینم دوباره مجله علمی پژوهشی فکر می‌کنم حقوق اسلامی سال پیش چاپ کرد، میتونید اونجا مدل‌های تسهیلات رو بخونید. میاد سپرده‌گذاری میکنه، میگه من این سپرده رو میذارم نزد بانک صادرات با نرخ 6%. آقای بانک صادرات تو هم برو مثلا به X این رو چیکار کن، اینم تو هم ببر اونجا بهش اعطای تسهیلات کن. بعد در سررسید خودش سپرده رو با سودش پس میگیره. حالا این پول کجا رفته، چطور بوکش ده؟ چون اینا همش پروژه حاکمیتیه دیگه، مثلا 400 میلیون دلار 100 میلیون دلار اینا همش میره در این مقطعی میشه بلوکه میشه. چیکار میکنه توسعه ملی؟ میگه اصلا به من ربطی نداره،
اتفاقی که الان چند سال پیش دیدید که مثلا اومد سهام بانک چیو برداشت صندوق توسعه ملی، نمیدونید؟ اومد سهام بانک سینا رو برداشت و الان سیت داره، دو سیت بانک، به خاطر اینکه یه سری همینجوری تسهیلات داده بود بانک سینا نتونست دول کنه، اومد سهام بانک سینا رو برداشت. خب یه نکته دیگه اینه که حالا میریم جدا اون مادهشو بهتون میخونم. مثلا بانک میخواد یه دونه کارخونه رو فرض کنید که تونسته تمدید کرده، تو رهنش گذاشته، اصول مطالباتش رو بکنه. بذار از خودمون مثال بزنم دیگه. بازاره مثلا ما اومدیم یه بدهکاری در بانک صادرات نزدیک مثلا 30,000 میلیارد تومان ما بدهی داشت. بعد ما اومدیم و تصمیم گرفتیم که یکی از سهام یکی از کارخونه‌هاش رو به مبلغ مثلا 2500 میلیارد تومان چیکار کنیم؟ تملک کنیم. خب ما اومدیم تملک کنیم. اولین نکته‌ای که می‌خوای بری تملک کنی چی میگم؟ میگن بدهی مالیاتی داره، برو بدهی مالیاتیاشو بده. یعنی نگاه کنیم مثلا 500 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داره. بعد تموم میشه میگن تامین اجتماعی و کارگری هم داره کارخونه. خب طرفی که بدبخت نتونسته بدهی بانکشو بده، حتما بدهی دیگه هم داره. یه 500 تومن میذاری بدهی تامین اجتماعی و کارگریاشو. بعدش مثلا میرسه دو میگم بدهی فلان برق هم اینقدر بدهکار، نمیدونم فلان جا هم داره، مالیات هم اینقدر داره. همه اینا رو، یعنی بانک میشه دستگاه وصول مطالبات، همه اینا رو میده، آخر سر کیسه هیچ چی نمیمونه، میشه دستگاه وصول عقلی نهادها. و بحث حالا هرداری چیز دارند و فلان دارند. حالا بماند اینا، من از اینا عبور کنم چون اگه همینطور با این دستمون برم چی نمیرسم. یادم خیلی آروم دارم میگم. بریم سر اینی که چی شد که به اینجا رسیدیم. در زمان بعد از جنگ و دولت سازندگی و بعد دولت آقای احمدی نژاد در مجلس به این جنبندی رسیدن که بانک ها باید وام بدن. برای اینکه کشور پیشرفت کنه بانک ها باید وام بدن. اون موقع بانک ها خدای وضعشون با وجود جنگ و فلان اینقدر بد نبود، یعنی اینقدر ناتراز نبودن. خب بعد که می اومدن وام بگیرن با مشکلی مواجه میشدن که آقا شما که اومدید به ما وام بدید، ما وثیقه نداریم که به شما بدیم، یا چرا وثیقه از ما زیاد میگیرید؟ یعنی موزل مواجه بودیم که مثلا الان هم راحت وام نمیدادن، با مشکل وثیقه گرفتن مواجه بودن. شروع شد از سال 80 یک سری قوانین در کشور ما تصویب شدن که آقا کسی خواست وام بده وثیقه ازش نگیرید. من لیستشو براتون گذاشتم، الان جاتون میتونید ملاحظه کنید. خب قانون تسهیل امر سرمایه گذاری و اشتغال مصوب 8، قانون منطقی کردن نرخ سود بانک ها 85، قانون تسهیل ادای عناوین نو تسهیل ادای تسهیلات بانکی 86، افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی 89، بود برنامه پنجم توسعه 89. اینا مهمترین قوانینی بودن که بانک ها رو مجبور کردن چیکار کنه؟ اینا از مشتریان خودش برای ادای تسهیلات کلان وثیقه نگیرن. مثلا به ماده واحد قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی، بانک ها رو چیکار کرد؟ موظف کرد که منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات اعتبار خود در خصوص وثایقی مانند رهن گرفتن اصل و فلان و فلان و فلان چیکار کنه؟ بدون رضایت گیرنده از اخذ وثیقه ملکی خارج از سر خودداری کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا اگر خواستی که وام بدی فقط میتونی همون کارخونه محل اجرایی تر بگیری. بانک ها دو تا اصطلاح دارن، میگن وثیقه سهل البیع، وثیقه محل اجرایی تر. معمولا کارخونه کسی تمایلی نرسیدش بره. چرا؟ چون که فردا که میخوای به تملکش کنی صدا تسهیل میاد، اقتصاد موقتی میاد سراغت، کارگرا میان، دادستان میاد، نمیدونم همه اینا میان، آقا کارگراش دست نزنی، تعدیل نکنی، فلان نکنی. این بدبختی چندان میشه. میگه ای کاش اصلا من همین کارخونه رو من نگرفته بودم. خاطر می اومدن خارج از تر میگرفتن. یاد ممنوع کرد، آقا اجازه ندارید این کار بکنید. عذاب‌ترش چی بود؟ این مجموعه قوانین اومدن نهاد حقوقی کشور ما هم عوض کردن. الان می‌بینید چیه؟ من فرض کنید که میخوام این فلاکس رو به شما بدم بابت اینی که تسهیلات بگیرم. بگم شما اسم شریفتون آقای وصول، آقای وثوق، همه چی رو وصول میبینم. خب آقای وصول، میگم آقای وصول این خدمت شما امانت باشه، یعنی رهن باشه، اگر که وامو ندادم اینو چیکار کن؟ بردار خودت. میتونم که فلاکس ایشون و ساعت ایشون رو بیام رهن بذارم بر شما؟ نه.
خب میگه جایی باید این کارو بکنی که خودت مالک باشی، اصلا رهن و جایی میتونی بذاری که مالک باشی. این نهاده اومد اینقدر این قوانین آسون گیرنده بود و اون رو تسهیل کننده بود، گفت مثلا شرکت صنعتی که شما مالک نیستی، یه زمین بهت میدن، میگن اینو بهره برداری، اگر آخر سر کارخونه رو احداث تمام شد ما میایم اینو بهت منتقل کنیم. گفت مستاجر زمین شرکای صنعتی هم میتونه بیاد چیکار کنه؟ میتونه بیاد وثیقه بذاره. اراضی روستایی اصلا سند نداره که، ببین اصلا سند رو میذارن که زمانی که خواستی وصول کنی سند میگن اراضی زراعی، امور اراضی زمین ملیه. خیلی از اینا رو میان 99 ساله میگن ببر، میگه اینو روی رهن بذار. هر چی از دستشون اومد به عنوان رهینه اضافه کردن، فقط به خاطر اینکه راحت بتونن به مردم وام. شما فکر کنید حالا این مشکلاتی که از اول دهه 80 شروع شد تا سال 90 95 ادامه داشت و بانک‌ها چه وام‌هایی رو بدون پشتوانه دادن. این در مجلس هفتم خیلی هاش بود، در مجلس هشتم بود و بعد الان اینا خیلی هاشون چی شده؟ زده بیرون و مشکلات بانک‌ها رو دوچندان کرد. سال 86 خب یه قانونی آوردن دادن، نگاه کن من براتون بذارم متنش رو ببینید. اینجاست. ما یک قانون رو ببینید، میگه که حالا تصریح میکنه دریافت وثیقه خارج از طرح توسط مقابل ممنوع است. قبلی ما گفت مثلا بیا بس محل اجاره طرح رو بگیری، گفت اصلا نمیتونی، اگر یه نفر خونه شخصیشو گرفتی باطله، نمیتونی روی این اجرایه بکشی. ببینید چه نهادهایی رو اومدن بیان گذاشتن. بعد دوباره همینطور اومدن جو سختگیری بیشتر تا اینی که یه اتفاقی هم سال 86 افتاد. 86 بر مبنای قانون ماده 34 قانون ثبت که قبل از انقلاب تصویب شده بود، میگفت آقایی که اومدی ملکت تو رهن بانک گذاشتی، وام گرفتی، در واقع شما رهن رو میگید گرو، وثیقه زبان عامیش. اگر بدهی تو ندادی، بانک بهت یه هشدار میده. هشدار که داد 8 ماه فرصت یه مهلت مقرری رو تعیین کرده، میتونستی ملکتو بفروشی و بعد بیای پول بانکو بدی. اگر ندادی تو اون مهلت بردی ملکتو بفروشی و پول بانکو ندی، بانک کل ملکتو برداشت، فارغ از این که چقدر ارزششه. میگفت اگر مثلا بدهی من 100 میلیارد تومان بود، ارزش ملک شما 120 میلیارد تومان بود، اون 20 میلیارد تومانش هم عنوان چی خسارت تأخیر من برمی داشتم. خب خیلی کار با راحت‌تر بود دیگه. 86 آقای هاشمی شاهرودی که ریاست محترم قوه قضاییه شدن بر مبنای نظر فقهی شورای نگهبان که اینو حرام اعلام کرده بود، اومد قانون رو عوض کرد. گفت چی؟ گفت آقای بانک تو فقط به میزان البته به عدل و انصافی نزدیک‌تره، ولی میخوام بگم ببین بانک‌ها رو با یه بحران جدید مشکل مواجه کرد. اگر که بدهی تو 100 میلیارد تومانه و این کارخونه 150 میلیارد تومان میارزه، اگر بخوای که برداری باید 50 میلیارد تومان اونو بدی. یعنی بانک نه تنها 100 تومانش نمیرسید، بلکه 50 میلیارد تومان از جیبش بده که الان همین قانون جاری 50 تومن از جیبش بده که چی بشه؟ بتونه وصول مطالبات انجام بده. بعد تازه یه ملک 150 داره که بحران کارگری داره، مشکلات دیگه هم داره. بعد تازه کسی هم میخواد بخره میگه خونه نماد نداره، نمیدونم غصبیه فلان. این تصورات عمومی هم اینا واقعا فرهنگ مردمه دیگه. با این مشکلات هم ما چی هستیم؟ مواجهیم. خب من دیگه بگذرم از این بحثا، برسم سر مشکل دوم. پس بحران اول در حوزه اعتبارات و اعطای وام ایجاد میشه. ما وقتی میخوایم که جان اینم بزنم جلو، آره تذکر به من بدید دائم. خب پس بحران اولمون اینه که در مرحله اعطای تسهیلات با این قوانین بانک ها هم دسترسی به دیتا ندارن، هم اعتبار سنجی درستی نمیشه. جالبه بچه‌ها بهتون بگم بیشتر از 30% از مردم کشور ما الان در پایگاه اعتبار سنجی ملی کشور دیتایی ندارن که اعتبار سنجی بر مبنای اون انجام بشه. یعنی میزنی الان تا حالا چون بر اعتبار سنجی بر دو دیتاست، چی و چی؟ وام قبلی و چی که برگشتی. خیلی نه دست چک دارن نه چی، نه تا حالا وام میگرفتن، پس دیتایی در موردشون وجود نداره. خب اعتبار سنجی درست نمیشه کرد، وثایقی کافی نمیشه گرفت و در این حال قوانین متعددی وجود داره که اجازه گرفتن وثیقه کافی رو به شما به عنوان بانک
نمیده، فشارهای حاکمیتی برای اینکه به این وام میدیم و وام که داده شد دیگه اون قسمت اول معضلش تموم میشه، میرسیم به قسمت دومش که حالا دادیم و بانک چیکار کنه؟ وصول مطالبات. خب بانک وقتی مواجه میشه با این معضلی به اسم تسهیلات غیر جاری، تا 2 ماه بعد از اینکه با پرداخت انجام نمیدی بهش به اون دین میگن چی؟ بدهی جاری، یعنی هنوز جریان داره. بعد از 2 ماه دیگه وارد یه سری طبقاتی میشه که حالا در طول عمل وصول مطالبات به شما میگم، طبقات مختلفی که متناسب با اون طبقات بانک باید ذخیره گیری انجام بده و بهش میگن بعد 2 ماه میگن غیر جاری. بعد برای غیر جاری ذخیره گیره و کلی هم شما فرض کنید که یه تسهیلات 20% داده که تورم اینقدر چیزی نمیتونه وصول کنه، حالا اگه بخواد کم یه نسبت دارایی‌های ثابتش هم میره بالا، باید یه ذخیره هم اونجا چیکار کنه برای این بدهی صورت‌های مالی خودش بگیره. حال پس 2 راهکار جلوش هست، یا اینی که شمشیر رو بکشه بزنه طرفو قلقم میکنه بره وارد ثبت و دادگاه بشه که الان در ثبت و دادگاه چه اتفاقی میفته، یا اینی که امحال مطالبات کنه. هر دو حالت رو به شما توضیح میدم که در هر کدوم از این حالت‌ها چه اتفاقی میفته و بانک به نفعشه که کدومو بره جلو. قطعاً به نفع بانک اینه که وصول مطالباتش اتفاق بیفته. یعنی خیلی‌ها میگن که بانک تمایلی نداره، این میخواد کشش بده. نه، این واقعا تو صورت‌های مالی بانک، این واقعا من خودم اون کسانی میدم که این حرف قبلا میزدم اما الان دیگه بهش اعتقادی ندارم. خب اولیش اینه که دوایق اجرایی ثبت و بگه که روی سند رهنی من یا روی قرارداد داخلی من اجرایی میکشم و وصول مطالبات من. در ماده 34 همونطور که خدمتتون عرض کردم در 29/11/1186 اصلاح ماده 34 ثبت شد. گفتن چی؟ گفتن آقای بانک اگر که تو میخوایی که وصول مطالبات خودتو انجام بدی، مثل قبل نیست که پس از 8 ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه بتونی کل ملکو برداری. باید چیکار کنی؟ باید یه اجراییه بکشی، میره اجرای ثبت. اولین اتفاقی که تو اجرای ثبت میفته چیه بچه‌ها؟ بر مبنای آیین نامه اجرا میگن محاسبات تا روز اجرا، یعنی روزی که تو اجرایی کشیدی. اجرایی هم کی میکشه؟ دفترخونه اسناد رسمی با خود بانک. از بعدش با کیه؟ با اجرای ثبت. یه کارشناس میذارن اونجا، کارشناسی که متاسفانه نه سواد بانکی داره نه دانش لازم داره و بعضی وقتا متاسفانه قابلیت اعمال نفوذ هم داره. میشینه و چیکار میکنه؟ مطالبات بانکو دستکاری میکنه، میگه آقا این نرخت غیر قانونی بود، اینجاش هم اینجوری بود، اونجاش اونجوری بود، یه دفعه یه چیز دیگه اصلا در میاد. حالا فرض میگیریم که اصلا این مشکل ما ازش کار کنیم عبور. نکته دوم اینه که اجرایی کشیدی به بدهکار میگن آقا بدهکار بیا بدهی تو بده. اگر ظرف مثلا یه مهلت مشخصی ادا بدهی شو، ملکش رو اموالش رو که یا اگر رهن باشه که توقیفه، اگر تو رهن نباشه میرن بازداشت میذارن و توقیف کنن. بعد کارشناس تعیین میشه برای اینکه چیکار کنه؟ این ملک رو کارشناسی کنه. مهمترین موضوع بانک‌ها در این مرحله میدونید چیه؟ کارشناس باید وارد ملک بشه. اینا در ملک واز نمی‌کنن. هیچکی در واز نمی‌کنه دیگه. می‌بینی 6 ماه طول میکشه تا این طرف بتونه که مثلا بره اون ساختمون رو یا کارخونه رو کارشناسی کنه. بعد که حالا کارشناسی کرد، اینا حالا ضبط میگه، من میتونم دیگه خیلی شفاف بگم، خیلی مختصر میگم. مثلا بانک نمیتونه رو کارشناس اعمال قدرت کنه، اما طرف مقابل میتونه رو کارشناس چیکار کنه؟ اعمال نفوذ کنه. اصلا با یه کارشناسی عجیب غریبی مواجه میشی که ملک مثلا همین الان به شما بگن 100 تومن یا بردار، حاضر نیستی بهش بدی 200 میلیارد تومان، میبینی که چی میشه؟ قیم ارزشیابی کارشناسی. بعد تازه اینکه تمام میشه طرف اعتراض به کارشناسی میکنه، اعتراض اول، اعتراض دوم، همینجوری زمان بکن که این زمان چقدر زمان بیشتر. بعد که کارشناسی ها تموم میشه مزایده برگزار میشه. مزایده برگزار شد چه اتفاقی میفته؟ مزایده برگزار میشه، 2 حالت اتفاق میفته، یعنی 3 حالت ممکن اتفاق بیفته. یا در مزایده کسی برنده میشه و میاد اعلام میکنه من حاضرم ملک رو به 100 میلیارد تومان بردارم. یا در مورد خریدار پیدا نمیشه. اگر در مزایده خریدار پیدا نشد چی میشه؟ بانک باید خودش ملک رو برداره. بدی نداره، میتونم بر ندارم. اگر برداشت
بانک باز دو تا حالت پیدا میکنه، یا میاد معاب و تفاوت ملک رو میده 6 تا ملک رو برمیداره، یا اینی که میگه نه خب آقا مثلا در فلاکس برای شما از خیلی درش تو بگیر، دستش تو بگیر، نه خودش خودت ببین چه معضلی رو میشه توی این ملکه که فردا میخوای بری اینو رو چیکار کنی، بفروشی یا یه کار کنی، تیکه تیکه میشه در واقع مشاعن مالک یک ملک مشترکی میشن. بحرانی وجود میاد که اون ملک دیگه بر همیشه چی میشه، فریز میشه و قفل میشه. حالا بخواید معاب تفاوت بدی که باید تامین مالی هم بکنی و اون رو بده. خب قانون اینو در سال 1394 قانون رفع موانع تولید اومد امتیاز بر بانک ها در نظر گرفت. گفتش که آقای بانک اگر تو مزایده اول، خب اینو میشه ما کمکم کنی؟ آره. اگر تو مزایده اول نتونستی بفروشی، ببینید عنوان تبصره 4 الحاق شد به ماده 34 قانون. توش کجا؟ توی اردیبهشت 30 اردیبهشت 94 ماده 19 قانون رفع موانع تولید. گفتش که اگر که نتونستی بفروشی میتونی مزایده دوم رو با 70% قیمت پای مزایده برگزار کنی. خیلی کمک بزرگ بانک ها دیگه. یعنی ملک این قدیمی از کارشناس غیر واقعی زده یا ملک سلول نیست، بیا پای بیا 30% پایینتر بتونی که برداری با قیمت. این اجرای ثبت تا این لحظه که ما با هم هستیم قوه قضاییه حاضر نیست برای این بنویسه اجرایی کنه و کماکان مزایده دوم، چهارم، صدم، 200 باید با همون قیمت پایه برگزار بشه و این خیلی برای بانک ها مشکل جدی رو چیز کرده، ایجاد داره. بانک ها هم خیلی به عنوان نهاد مظلوم بی دست و پا خیلی نشانشو ندم به شماها، آدمای چیزی هستن، زرنگی هستن. در سال اینا اومدن یه کاری کردن بعدن که اینقدر بحران داره جدی میشه، اومدن اول گرفتن وام گفتن که شما اومدی وام بگیری تو که اینقدر پسر خوبی هم محصله، تو محصله میدونی که هرچی بدی بگیری امکان پذیره، بعد دچار مشکل میشی. گفتن خب تو همین محصل تو که پسر خوبی هستی بدهی اون موقع میدی، یه وکالتنامه رو این چیز به من بده ملکت. اگر یه وقتی خدایی نکرد دیدیم که عزیزم تو مهریه کی گرفته فلان، نه بیا حالا مثلا یه وکالت طلاق بده یا وکالت مهریه بده یا اینو بزن، بعد یه وکالتنامه از بدهکار میگیرن که اگر که درس رسیدش بدهیشون نداد بدون تشریفات مادی 34 قانون ثبت مزایده بانک بر وکیل دیگه با اون وکالتنامه ملک به اسم خودش بزن. این رو هم متاسفانه کار قانونگذار خوند و در قانون همین بودجه سال 90 و بعد هم رسما در سال 94 در قانون رفع موانع تولید این ممنوع اعلام کرد. گفتش که هر شیوهی که بانک‌ها به کار ببرن که بخوان تشریفات این مزایده رو بزنن چی میشه؟ باطل. اصلا اون وکالتنامه باطل. یعنی اگر بانک با اون خیلی بانک انصار و این بانک‌های نظامی همه با این وکالتنامه تملک میکنن، همه‌شون رو رفتن باطل کردن. یعنی گفتن این وکالتنامه باطله، مبایعه نامه‌ای هم که بر مبنای این وکالتنامه تنظیم شده چی خواهد بود؟ باطل خواهد. بله دیگه چون وکالت باطل. آخه یه سری مبانی دیگه ای هم اومدن به کار بردن، گفتن که اصلا اساسا ماده 34 ما تو حقوق یه قانون داریم به اسم قانون عامره. مثلا شما فرض کنید میگن که شما ازدواج که میکنی نمیتونی بگی که اگر یه شرطی بذاری تو ازدواج که ازدواج ما ثبت نشود، خب این شرط باطله. چرا؟ چون خلاف قانون عامره. قانون عامره یعنی قانونی که توافق بر خلاف اون امکان پذیر نیست. ازدواج باید ثبت بشه، پس بنابراین شرط عدم ثبت ازدواج باطله. اون ازدواج درسته اما شرطش باطله. هر شرطی که ماده 34 قانون ثبت گفتن عامره است، هر شرطی خلافش بشه چیه؟ باطله. بذار قوه قضاییه است. قوه قضاییه کرده داره قوه قضاییه چون ماده 34 قانون ثبت عامره است، بنابراین هر توافقی که بر خلافش باشه که دایی در دور بزنی چیه؟ چطور قوه قضاییه میتونه تفسیر قانون نشه بده؟ استفاده میکنن دادگاه‌ها در مقام اجراش استفاده میکنن، نظرش رو اعلام میکنن، برای بانک‌ها رویه، برای دادگاه رویه میشه. خب پس دقت کردید تا جا که حالا رفتیم این وکالتنامه هم باطل شد و ما رسیدیم به مزایده هم با چه بحران‌های مواجه هستیم. حالا بانک بخواد که چیکار کنه؟ تملک کنه.
یه نکته دیگه هم دقت کنید، بعد از اینکه عملیات اجرا خاتمه میپذیرد و بانک مالک اون ملک میشه، برای این تشریفاتی داره تا اینکه سند به اسم بانک بشه. ممکنه 6 ماه، 1 سال تا 2 سال بعضی وقتا طول میکشه که بهش میگن سند انتقال اجرایی واسه به اسم بانک بخوره. جالبش اینه که یه قانون ما داریم که تا روزی که سند به اسم بانک نشده بدهکار میتونه بیاد بدهی بده و ملکو برداره. میتونه بیاد بدهیشو بده ملکو برداره که پارسال آقای اجایی اینو اصلاح کرد، گفت این امتیاز فقط برای واحدهای تولیدی باید باشه و واحد غیر تولیدی فقط تا 2 ماه بعد از مزایده میتونن بیان ملکشونو برگردن. ضررش چیه؟ ضررش اینه که وقتی که بانک ملک رو برمیداره در دفاتر خودش، اون وام رو از روز مزایده چیکار میکنه؟ تصفیه میزنه و این میاد توی دفاترش عنوان ملک تملیکی میشینه. افزایش قیمت ملک خیلی بیشتر از افزایش نرخ تسهیلات و جرایم. یک دفعه میبینی توی این 1 سال یا 2 سال قیمت ملک 2 برابر میشه، اما تسهیل فقط 23% میره بالاش. اون موقع شما ملکی که 200 میلیارد بود الان 200 میلیارده میای پس میگیری، ممیزا چقدر بانک میدی؟ 123 میلیارد تومان به بانک میدی. مثلا بره بانک دیگه، چون دیگه تسهیلات اونم احتمالاً از سیستم پاک شده، میگه بانک دیگه وام میگیره میاره اینجا. اصلا خیلی نه، اصلا جذاب‌ترش خیلی وقتا دلال پیدا میشه. الان دلال پیدا میشه، یکی این ملکت میگه 100 تومن رو داری پول بانکو بدی 120 تومن، میگه ندارم، میگه من بهت میدم ارزش ملکت 200 تومن دیگه، به جایی که من برم 200 تومن ملک رو بردارم من 150 بهت میدم، برو ملکو پس بگیر، 30 تومن بذار تو جیبت، 120 تومنش هم بده به بانک، 50 تومنش تو جیب من میره. خیلی دلال متصف وارد این فضاش. یه نکته جذاب دیگه، یه آیین-نامه داره، ما داریم به اسم آیین-نامه نحوه واگذاری اموال مازاد بانک ها. اونجا یه ماده 11 براش گذاشتن. در سال 1400 برج 9199 که بعد برج 3400 ابطال شد. نگاه کنید، برج 9199 گذاشتن، سازمان بازرسی فهمید ز طرف ابطالش کرد و سال 1400 ابطال شد. خود میگفت چی؟ میگفت اگر یه بانکی 10 سال پیش ملکی رو تملک کرد، حالا الان میخواد مزایده بذاره و بفروشه، وظیفشه اول به مالک قبلی اظهارنامه بفرسته، بهش بگه آقا که تو میخوام بفروشم، دوست داری بیای برداری؟ اونم فقط میگفت دوست دارم، نمیخواست پولشو بده، میگفت دوست دارم بردارم. خب بعد میگفت چه خوب، الحب من الایمان، خب دوست داشتن از ایمان است. پس تو یه حق نداری قبل از بازگشایی پاکت مزایده اول باید از مالک قبلی بپرسی، اگر دوست داشت برگردونی به اون. به چه قیمتی؟ به قیمت تمام بده. قیمت، ما 2 تا اصطلاح تو دفتر بانک داریم، قیمت روز، قیمت تمام. قیمت تمام یعنی هم وامو بگیری تا امروز بیای جلو، یه این قیمت تمام شده برای بانک اینه دیگه، تو گرز حقی نداری که باید برگردی به قبل، اجبار کرده بود. الان قیمت روز، یعنی قیمت روز واقعا ملک چقدر میارزه؟ حالا مثلا ملک 200 تومن 200 بده، میگفت نه باید 120 تومن بهش برگردونی. حالا 5 سال 7 سال گذشته بود، میگفت باید به همون. اینو سازمان بازرسی ابطال کرد. ولی جذاب‌ترش باز دوباره همه چی برای بانک‌های مشکل ایجاد میکنه. نیومدن ماده 11 رو، میگن ماده 11 اینا گذاشت آرایز غیره، نیومدن اصلاحش کنن بگن این اجبار نیست اختیاره، کلا خط چیزش کردن، شیفت دیلیتش کردن. یعنی بانک اصلا دیگه نمیتونست داوطلبانه برگردونه، نمیتونست اجباری برگردونه، کلا هست شد. میدونی مشکل کجاست؟ این وقتا من بانک الان یه گاوداری ما داریم توی یزد مال شدیم، بعد این گاوداری رو تو منطقه یعنی هر کی که میره سمتش مثلا طرف با اسلحه و فلان میزنه طرف، اصلا هیچ کی جوره نمیکنه بره اون گاوداری برداره. مثلا بازاریده گذاشته میشه برنامه بود راه نیست که برگردونه مالک قبلیش. خب وقتی اینو برمیداری کل توافق و مذاکره رو برگردون مالک سابق، خب راهی وجود نداره برای اینی که برگرده. این هم تو اموال بانک میمونه، تو دفاتر بانک میمونه. اقاله باید اختیاری باشد، اجباری نباید باشه. بانک دوستش برگردونه، دوست نداشت بر نگردونه. به خاطر همین بالاخره در سال 1402 فکر میکنم این رو آیین ماده 11 برگردوندن، گفتن برای واحدهای مسکونی زیر 10 میلیارد تومان که طرف ملک مسکونی دیگه ای نداشته باشه میتواند بانک
اگر طرف ظرف 1 سال درس بده برگردونه بهش. یا بر واحدهای تولیدی فکر می‌کنم 18 ماه این مهلت، که البته فکر بر واحد تولیدی دوباره الزامه و اختیار نیست. پس اینم باز یکی از معضلاتی که بعدش. پس جان یه سوالی داشتم، چرا همش قانون اون سمت رو نگاه میکنه؟ چرا سهامدار بانک رو نگاه نمیکنه؟ خب بر سهامدار بانک هم متضرر میشه. وقتی شما خب این همه سهامداری که پذیرفته شده تو بازار سرمایه و مردم خودشون سهام هستن، اینجور تصمیمات قطعا به ضرر سهام. اگر بفهمید مثلا بگن که اختیاری باشه، به هر دلیلی اون کارمند بانک بره با اون مالکی توافقی بند کنه، بله، خب بعد بگی خب بر اساس این قانون ما این کارو کردیم، 10 تا تورم 30% هم خورده باشه به اون مال، این مال کیه مثلا؟ ببین ما متینه. خب اتفاقا نکته بانک مرکزی هم داشت برای اینی که اصلا مخالف بود، اینشون فشار وزارت اقتصاد بود، بانک مرکزی مخالف بود، گفتش که اختیار فساد میاره، یعنی ممکنه کارمند بانک اینو میشه شرط گذاشت، مثلا بذاره آقا 5 بار مزایده گذاشته باشه کسی نخریده باشه، 3 بار مزایده داشته باشه مالکی نداشته باشه، خب با یک سری شروطی میشه این کار کرد. ببین به هر حال وقتی که بانکو یه اختیارش میدی که مثلا من تو صادرات 1000 میلیارد تومان منابع منو به عنوان مدیر سهام گذاشته اونجا، به من اعتماد کرده دیگه، وقتی 1000 میلیارد دستم مثلا یه ملک 50 میلیارد 100 میلیارد تومانی به تبعش همونطور که برای تسهیلات اختیار دارم، برای اینم باید به من اعتماد کنه و اطمینان کنه. بانک خصوصی که اصلا انجام نمیدن، بانک خصوصی الان کلا اقاله مونده و انجام نمیده، میگه آقا ملک مال خودمه، منم ملک دوست دارم، میدونی که اینا ملک خیلی دوست دارم، خب ملک دوست دارم بده میگردونم. اما بانک‌های دولتی واقعا به ویژه من قبلا بانک کشاورزی بودم، اصلا ملک کشاورزی هیچ کی غیر از مالکش بر نمیداره. حالا مرغداری، گاوداری، گلخونه است، اینا این کشاورزی، مثلا اراضی آدم. یه خاطره بگم حالا از چه این خاطره ضبط می‌کنید بعد پخش، یعنی بعد حذف میشه تو این ارسال که می‌کنید برای همه، اینا رو حذف بکنید کلاس با خاطرش جذابه. من یه جایی بود اول استخدام کشاورزی بود دهه 80، اوایل دهه 80، یه جایی هست به اسم شوت، حالا چیز داریم آذربایجان غربی، آره نقطه صفر مرزی. مثلا من یادمه با پرواز رفتم ارومیه، بعد مثلا دوباره 5 ساعت 6 ساعت با ماشین رفتم. یه جای جالب بود، ما یه زمینی، و همین میگم زمین بدون سند رسمی رو بگیرید، یه زمینی اومدیم تو رنگ گرفته بودیم، بعد مثلا فرض کنید این زمین است، خب و بعد اجرایی کشته بودیم مالک بشیم، بعد دادگاه طرف تو شکایت کرد، گفت با این زمین مثلا مشغولیه، زمین شما که اومدید تو رنگ گرفتید زمین مشحسنه، این بغلیه، این اون نیست. اصلا زمینا تو هم قاطی واطی کاداست نبود که شما تشخیص بدی اینا. بعد فهمیدیم ما اومدیم زمین همسایه رو گرفتیم، بنده خدا رو اصلا گاوداری همسایه رو گرفتیم، بعد گاوداری این بغلی رو اصلا میگرفتیم. رفتیم شکایت کردیم، خب اون گاودار بغلیه رو بگیریم و اینا. من رفتم پشتم، رفتم در شد در اونجا در دادگاه و اینا. بعد رفتیم دادگاه، اول رفتم منم خیلی چیز جمع‌ترم بودم، خیلی شسته رفته و اینا، لایه‌مو خوندم و گفتم قانون فلان و ماده فلان. بعد دیدم که این چیز کردن، شروع کردن آذری صحبت کردن. من ببخشید ترکی آذری میرم و فلان و اینا، این میشه فارسی دانشین. بعد گفتن باقیشلی اینجا مثلا زبان رسمی فقط آذری، به هزار بدبختی رازشون کردیم. بعد اولش قاضی آقا حق با شماست، مثلا این گاوداری مشخصا نباید باشه، گاوداری فلان باید باشه، خیلی تو شاید نفهمیدم دفعه اینا ترک هم دیگه چی گفتن، فضا دادگاه برگشت همون خلاصه گاوداری مشخصا اون دادن. فهمیدم که مثلا این با هم میخوام این بهتر، اون یکی نه بهتر، به نفع اونا نه به نفع ما. با هم دیگه گفتم نماینده شهرشون زنگ زد، کی زنگ زد، چیکار کردن، اصلا این چیز برگشت، اصلا عجیبه. ولی این اتفاقا میفته تو این معضلاتی که دارم میگم. حالا بعد شما فکر کنید سهامدار چه اتفاقی براش میفته، اموال بانک هیچ وقت هم نمیتونه تو اونو بفروشی. توی روستایی که مثلا کلا 100 تا خانواده است، هیچ کس بده اجازه نمیده که نه بازار هیچ کس نمیاد زمین یک کسی ملک دیگه رو برداره. این تصور دیدی الان میخوان خونه بخرن چک کنم، بنیادی نیست، وقف نیست، نمیدونم ریشه نداره، فلان نداره، اینا این تصورات. یه دونه زمین یکیو گرفتن مثلا به نفع یکی دیگه میخوام بفروشن، همچنان اون برگه رو دیوار هست و کسی نمیاد بخره، نمیتونه واقعا. این خاطر محیط فرهنگیش هم هست. بله این بحث‌های فرهنگی مذهبی و اینا
میگه نماز داره میخونه. خب اینا نکته سوالی الان قیمت رو مبنا قیمت روز میذارن یا بله کارشناس قیمت روز رو عرضه میکنه، قیمت روز برمی‌داره. اون اختیاری که گفتین امکان داره بعد تمام شده باشه؟ نه دقت کن، قیمت روز میل ارزیابی میکنه، بانک به عنوان مطالباتش برمی‌داره. قیمت روز 200 میلیارد تومانه، مطالبات بانک 3 میلیارد تومانه. بانک سه دانگشو میتونه مالک کنه که مابقی پول رو به بدهکار پرداخت کنه. خب ساعت رو من بگید. ما 1 ساعت شروع کردیم. بله. بحث بعدی همین بحث موانع مالیاتی وصول مطالبات بانک است. در ما یه نهادی داریم به اسم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آدمای خیلی خوبی هستند. اگر که یه نفر بخشنامه‌ای بدهد احساس کنن که خلاف مثلا قوانین و ایناست، میان باطل میکنن یا کار. این دیگه دی رفتن شکایت کرد از بخشنامه سازمان امور مالیاتی و بخشنامه 28/2/90 سازمان امور مالیاتی رو که در مورد وثایق بانک ها کردن ابطال کردن. گفتن چی؟ گفتن از این به بعد بانک هر ملکی رو بخواد برداره برای وصول مطالبات خودش، درون آخر مالیات خود اون فرد و کارگاهش و تمام کارمنداش و کارگرش اینا پرداخت نکنه، اجازه این کار رو نداره و خیلی وقت باعث میشه که بانک نتونه وصول مطالبات کنه. متعدد بانک‌ها رفتن و شکایت کردن، متاسفانه به هیچ نتیجه‌ای نرسید و این کمکان به قوت خودش باقی. من ادله اینی که باید ابطال بشه رو اینجا مفصل آوردم. نکته بعدی اینه که حالا شما فرض کنید که برید دادگاه در اجرای ثبت و اینا بر همه این مشکلات غلبه کردید و حالا تصمیم میگیرید بگیرید برید دادگاه. اولا اینکه میخواید برید دادگاه، اولین نکته اینه که ما در دادگاه نمایندگان حقوقی بانک‌های فقط دولتی رو میپذیرن. بانک‌های خصوصی باید وکیل بگیرن، اجازه ندارن. ما الان میخوای 1000 میلیارد تومان از یه نفر وصول کنی، بدهکار 1000 میلیارد تومان شما بدهی داره. این 1000 میلیارد تومان اولین کارش اینه که برید دادخواست بدید. دادخواست چند درصد ازت میگیرن؟ بعد 3.5% از 1000 میلیارد تومان بعد جیرینگی ریزی به حساب دادگاه. این یک. حالا ممکنه مثلا هفته بعد دادخواستت رد بشه و کلا پول بسته. بعد یه وکیل خوشتیپم باید بگیری که بده تو دادگاه صحبت کنه و فن بیان داشته باشه و رأی بگیره و اینها. این آقای وکیلم میدونه که حق الوکاله تقریبا 10% خاصه است. یعنی اگه 1000 میلیارد تومان داری باید 100 میلیارد تومان چیکار کنی؟ به وکیل بدی. بعد چی؟ رفت همش رفت که حالا مثلا مبالغ فرض کن پایین‌تر میاد، چون اینا هم باید مالیاتشو پرداخت کنن. هر وکیلی حاضر نمیشه یا گرید مالیاتی من میره بالا است، من دیگه رتبه‌ام میره رتبه فلان، دیگه سازمان امور مالیاتی چیکار میکنه و کلی مشکل. خب میگم آقا من میخوام نماینده حقوقی بفرستم. میگه نه تو بانک خصوصی هستی، صادراتی، ملتی، تجارتی، نمیتونی شما. بله اصل 44 هم اجازه فرستادن کارشناس حقوقی به دادگاه نداره. بعد حالا فرض میکنه که برای این مشکل فائق شدی، هزینه دادرسی هم دادی، میری در یک دادگاهی که متاسفانه بچه‌ها اینو خیلی دیگه با 21-2 سال سابقه تجربه بانکی دارم بهتون میگم، خیلی مسائل بانکی چی هست و ما تعداد قضاتی که فهم مسائل حقوق بانکی داشته باشن به تعداد انگشتان دست در کل کشور نمیرسن. خب و متاسفانه آراء بسیار بدی میدن. خیلی وقتا علیه بدهکار میدن اصلا با همین ندانم که شما واقعا حق بانک حق تو ضایع کرده، میخوای بگیری نمیتونی حق خودتو بگیری. از فهم مسائل بانکی ندارن. چرا؟ چون ما شعب تخصصی تشکیل بانک شعب بانکی نداریم. با وجودی هم قانون مرکزی، قانون بانک مرکزی، هم قانون ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیل بانکی الزام کرده که ما باید شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی بانکی داشته باشیم، الان نداریم. باز خاطره براتون بگم، یه بار رفته بودم دوباره به عنوان وکیل بانک در چابهار. بعد میدونید که بعد از اینکه قرارداد مشارکت بانک تموم میشه، بانک سهام شرکت خودش رو چیکار میکنه؟ میاد به مشتری میفروشه و طبق قرارداد فروش اقساطی واگذار میکنه. بعد بانک وقتی یه بار کالایی رو فروخت، یه بار روش اقساطی کردی، دیگه حق نداری این رو با فروش اقساطی دیگه امحالش کنی. یعنی کالا یه بار فروختی دیگه، کالایی که فروختی که نمی‌تونی دوباره بفروشی، سه بار بفروشی، این چیزی سوریش همین. بعد بنده خدا یه وکیل اومده بود اینجور موهاشم دو مسبی از پشت بسته بود، خیلی خوشتیپ و چیز و اینا، سیبیل اینجوری چیزی هم داشت و اینها، قیافه خیلی عجیب غریب و خوبی داشت، جذابی داشت.
بعد شروع کرد برای قاضی آقا شرع مقدس اسلام اجازه نداد و فلان و اینا، ربا گرفتن، یه سری از این صحبت‌ها کرد. و بعد منم گفتم که آقای قاضی اصلا این آقا فهم درستی از فروش اخصاصی نداره. گفت چرا؟ گفتم اون چیزی که بانک میفروشه در پایان دوران مشارکت کالا نیست که میگه بانک کالا نفروخته، که بانک اینجا اومده چی فروخته؟ سهم و شرکتشو فروخته. بعد اومدم اینه رو گفتم تو اسلام و فلان و اینا. بنده خدا قاضی همینطور نگاه می‌کرد، یکم به من نگاه می‌کرد، یکم به اون نگاه می‌کرد، تو چابهار و اینا. تموم که شد، بعد گفتش که ما اومدیم کنیم خداحافظ بریم بیرون. من صدا کرد گفت آقا باشه من که نفهمیدم شما چی گفتید، بیا بشین عیار بر من بنویس که من بدونم که نه بالاخره تو بانکی احتمالاً تو چی میگی، تو اشتباه نمیگی، ممکنه اشتباه بگی ولی تو بانکی تو اشتباه نمیگی. ببین اصلا متوجه این به این پیچیدگی و به این فنی و اینها نشد. حالا من دوباره نشستم می‌کردم برای بنده خدا توضیح دادم. این اصول مختلف متاسفانه وجود داره. البته این سال اخیر قوه قضاییه خیلی آموزش داد، قضات رو به خیلی حالتش به حالت بهتری شده، ولی این مشکل متاسفانه عدم تشکیل شعب تخصصی وجود داره. یه نکته دیگه دوباره، حالا الان میخوام اینو بگم دقیقاً این واسید چون بلد نیستن خیلی من ارجاع میدن به کارشناس و بعد کارشناس همون مشکل چیه داره، اینی که رو کارشناس میشه اعمال نفوذ کرد متاسفانه به راحتی و خیلی مسائل بالا پایین میشه. یه دو شما سوال تو دادگاه کارشناس خود مثلا کارشناس رسمی دادگستری مشاوری چیزی اون دادگاه اقتصادی باشه که خوب این لازم درست کامل بلد نیست، ولی از مفاهیم اقتصادی و بانکی که دیگه سر در قانون جدید بانک مرکزی اینو در نظر گرفتیم که دادگاه حق ندارد رأی بدهد بدون که یک سری مشاور کارشناس داشته باشه که بعد جذب این کارشناسا رو بانک مرکزی باید حقوقشون رو بده. خب و این شایبه وابستگی به سیستم شبکه بانکی رو تقویت میکنه و بعد اگه قاضی خواست خلاف نظر اون مشاور رأی بده باید ادلهشو بیاره که من چرا مخالفم. این تو قانون بانک مرکزی اومده، هنوز متاسفانه عملیاتی نشده، یک ساله که تصویب شده حل شد. بله خب حالا کارشناس رسمی که میره اون مشکلاتش بماند. یه موزل دیگه هم داریم به اسم ورشکستگی. ما در زمانی که جناب آقای آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضاییه بودن با این بحران مواجه شدیم که یه بخش از مازندران هم شد، یه بخش بزرگ از بدهکاران بانکی رفتن دادخواست یه چک مثلا پیدا می‌کردن، میدونی کسی میرفت چکو برگشت میزد، بعد میگفتن آقا من چیز شدم، نه مفلس بر افراد عادیه. خب معسر و مفلس بر افراد عادیه. خب میگه که من از بازپرداخت دیون خودم عاجز شدم بنابراین ورشکستم. میاد دادخواست ورشکستگی میده، دادگاه میگه اگر اثبات کنه که این ورشکسته است یه تاریخ توقف تعیین میکنه. از تاریخ توقف بعد هیچ چی دیگه بچه التزام به بدهکار تعلق نمیگیره و کل بدهی‌های بانکی رو مثلا طرف میگه الان 1000 میلیارد تومان بدهکاره، با یه چک میرفت ورشکستگی میگرفت و تبدیل به 5 میلیارد تومان. متاسفانه ورشکستگی خیلی زیاد شد. بانک‌ها مثلا طرف دعوا قرار نمیدادن که بانک متوجه بشه. بانک بعد از یه سال میفهمید، میرفت اعتراض میکرد، میگفت اعتراض ثالث به ورشکستگی یک ماه بعد از تاریخ صدور رأی، چون دیر اومدی ما نمیپذیریم. این بحران خیلی مشکلی جدی که خدا رو شکر الان دیگه به این راحتی ورشکستگی نمیدن، اما تا دلت بخواد بانک‌ها با پرونده‌های ورشکستگی مواجه هستن. الان افراد بدهی خودشون رو تبدیل به 1/10 1/20 می‌کنن با ورشکستگی‌های کاملا سوری و این برای نظام بانکی بحران جدی ایجاد کرده. آخرین نکته‌ام که من خدمتتون بگم این آرایی است که یه مقطعی ببینید تا قبل از بانک‌ها چیکار می‌کردن. بریم چکی اینا رو دیگه ادامه نمیدم، وقت ندارم دیگه ادامه بریم اول مقاله چکی داره بگیم. بانک‌ها میومدن میگفتن آقا نرخ تورم بیشتر از نرخ تسهیلات، من تسهیلات خودم رو با 40% میدم. نرخ پول اعتبار میگه 18 16 15 10، من 40 میدم، من راضی و تو هم راضی. بعد چی؟ بعد گفتن طبق ماده 10 قانون مدنی با هم دیگه توافق کنیم. توافق دیگه تو هم اومدی پذیرفتی و این کار کردی. حالا فقیهان بهش میگن قاعده اقدام. خودت چیکار کردی؟ اقدام کردی. رئیسی وقتی شد رئیس محترم قوه قضاییه گفتش که در شیراز سخنرانی کردم سال اول، گفت اگر بانک نرخ غیر قانونی بیشتر از مصرف پول اعتبار بگیرن، ان خودشون اگه وصول کردن کنن، اما من به عنوان
قوه قضاییه ضامن بازپرداخت اینا نمیشن و نمیرن برای اینا وصول کنن. بعد این منجر به رأی بدطرفی 70 دیوان عالی کشور شد و اعلام کرد که هر کسی که مازاد بر نرخ مصوب شورای پول اعتبار گرفته چیه؟ به نسبت مازاد باطله، یعنی مزایدت باطله، اجراییت باطله، قرارداد باطله و همه اینا. و این شد یک به قول معروف اتفاقی که شبکه بانکی با یه بحران عجیب و غریب مواجه کرد و امروزه البته من به شخص اعتقاد دارم بانک از اول نباید میگرفت، باز دوباره بانک نباید میگرفت، برمیگردیم به اینی که تورم با نرخ تسهیلات همخوانی نداره. اما حالا که این کار کردن با رأی 790 چون الان متعدد ما بیشترین دعاوی در سطح کشور داریم که ملکو من 3 سال پیش گرفتم، فروختم تو مزایده، الان طرف رفته دعوا کرده، قراردادمو باطل کرده، اجراییمو باطل کرده، مزایده‌مو باطل کرده، ملک برگشته کی؟ مالک سابق. حالا من باید به قیمت روز پولشو به خریداری که تو مزایده از بانک برنده شده پولو بدم. ما ببین چه بحران‌هایی ما اینجا باش شبکه بانکی مواجهیم. و چه سوال اینو حجم این دعاوی مشخص هستش؟ خیلی زیاده. عدد رقمش رو میتونیم نه قابل احسان نیست. ولی حالا اینو ببین تو مطالبات خرد واقعا چیزی نمیشه، کلاناش دردناکه، چون همه بدهکار کلان هم اومدن و این رو مطرح کردن، در حالی که واقعا بدهکاران کلان داره با بانک توافق کرده بودن، اما الان به این بهانه اومدن و وارد این فضا شدن. وزارت اقتصاد بعد یه نکته بدترش اینه که دادگاه‌ها دچار اشتباه محاسباتی میشن. یعنی میدونید چیه؟ چون تخصص محاسباتی ندارن. مثلا در اون مشارکتی ما دو دست تسهیلات رو میگیم، مشارکتی و مبادله‌ای. خب در عقود مشارکتی تا سال 1190 شورپولتور همیشه نرخ خود چقدر تعیین می‌کرد؟ حداقلی تعیین می‌کرد. این دست بانک تو این حد اکثر باز بود. در سال 88 بانک شورای پول اعتبار گفت حداقل 15%. تو میتونی 40 ببندی دیگه. هر کی رفت دادگاه طرح دعوا کرد، دادگاه با اون 15% براش حکم داد. یعنی رو همون حداقل گرفت. این خیلی بحران جدی ایجاد کرد. حالا آقای اژه‌ای در حال تدوین بخشنامه‌ای هستن که این سوء برداشت‌ها و سوء تفاهم‌ها مرتفع کنن و خیلی از این متأسفانه تو ثبت اتفاق میفته. ولی خیلی بحران جدی برای شبکه بانک، خیلی خیلی بحران جدی که ملکی که 5 سال پیش 6 سالش تملک کرده الان طرف میاد یه اجرایی میگه، یک چی میکشه و باطل میکنه، یک دعوا میکنه و باطل میکنه. بندی کنم عرایزم رو، اگر بخوام که 3 بحران جدی رو نام ببرم، میگم یک، باید ما اعطای تسهیلات بانکیمون رو پشتوانه وثایق سهل البیع انجام بدیم. اون قوانینی که ایجاد رو همه بذاریم کنار، در دهه 80 تا 90 همه رو لغو کنیم، باطل کنیم، ملغی الاثر کنیم، نظام اعتبارسنجی درستی ایجاد کنیم. در گام دوم اون تبصره 4 الحاقی ماده 34 قانون ثبت که اجازه میدید مزایده دوم بر پایه 70 درصد باشه، اونو با قوه قضاییه باید عملیاتی کنیم. مشکلاتی که توی دوایق اجرای ثبت داریم بر مزایده رو باید مرتفع کنیم. این رأی 266 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که تفسیر نادرستی داره، میگه باید بانک همه مطالبات اون فرد رو بده تا ملک رو مالک بشه، از جمله مالیاتی، اینو باید برداریم. دادگاه‌های تخصصی بانکی تشکیل بدیم. امکان ببینید جلو ورشکستگی‌های سوری رو بگیم. و مهمترین نکته این که الان متاسفانه پرونده‌های بانکی به داوری ارجاع نمیشه. اجازه اینی که بیای دادگاه که 1 سال 2 سال 3 سال طول میکشه پرونده‌های اختلافات بانکی رو ببریم به داوری ارجاع بدیم، داور مرتبین ارجاع بدیم رو این رو هم فراهم کنیم. این بحث این مقاله بود که من مختصرا سعی کردم خدمتتون ارائه بدم. اگر سوالی بفرمایید وگرنه برم سراغ آیین مطالبات. ببخشید، اون چیزی که به نظر میرسه اینه که مطالبات خرد به نوعی تبدیل به مطالبات غیر جایی نمیشه، بیشتر مطالبات کلان اینجوری، درسته؟ ریسک نکول مطالبات خرد کمتر از 2%. این 98%ش بازپرداخت شده. بله. رسالت مهر ایران اینا اصلا زیره. یا مثلا دو بانک نگاه کنید، اینا که ریتیل کار میکنن و خرد کار میکنن بحران جدی نداره. دکتر من یه سوالی داشتم، اون این بود که
طبق توضیح شما مثلا 3 تا سمت داری، سمت گیرنده ها که خب یه سری منافع دارن اینا که حالا میشه این بخشش مثلا نماینده مجلس باشن که خب میان قانون رو عوض میکنن که مثلا راحت تر باشه موسیقی نذاریم، معمولا اونجور افراد وام میگیرن. یه سمت هم که خب وام دهنده است، بانک یا کسایی که سپرده‌های بزرگ گذاشتن و سهامدارای بانکن. یه بخش هم حالا دولتی که من پوز حمایت از مستضعفین و اینا رو داره. من سوالم اینه که چرا خب بانک به عنوان یه سمت این قضیه اعمال نفوذ نمیکنه؟ چرا مثلا تو قوه قضاییه، چه تو نماینده مجلس که این قوانین رو شما میگه واسه 86 تصویب شده، 88 خب مجموعی از بانک ها هم تنش کم نیست برای نفوذ، این نفوذ رو انجام بدن و مثلا قوانین رو برگردونن به عنوان یه سمت ذی که داره بازی میکنه. ببینید حالا من چون موضوع کلاسم موانع وصول مطالبات بانک بود، من از این نظر نگاه کردم. لابلای حرفام ولی یه سری نکاتی هم گفت. من واقعا فکر نکنید بانک نهاد مظلوم نیست. اینجوری واقعا اینجوری نیست. خیلی وقتا خیلی چیزا رو در میارن، خیلی چیزا رو تغییر میدن، اما یه جاهایی هم فضای حاکم بر کشور، شما نگاه کنید وقتی مثلا یه اغتشاشی میشه، آشوبی میشه تو کشور، اولین جا شیشه بانکو میارن پایین. خب مردم کل عادی روزهای فرزین همین رؤسای شعب بانک‌ها اعلام کرد که مردم واقعا بانک‌ها رضایت ندارن. میدونی که تو تسهیلات خرد خیلی اذیت میکنه. الان من به عنوان یک مدیر بانک واقعا اگه بگم به شما معرفی کنم الان شما برای 300 میلیون تومان بگم با یه زمان انجام بدید، به سختی انجام میدم. اما اگر همین شما 300 میلیارد تومان اگه بخواید بهتر انجام میشه. خب عرف بر این است که اونی که درشت میگیره به موقع میاد پس میده این کارخونه ایکس، اون یکی آقای فلان، این یکی دیگه. این ذهنیت فرهنگ سازمانی بانک هست. اما شما دانشجو، شما کارمند، شما معلم این نگاه وجود نداره. پس بنابراین من میخط میکنم به جور که مطالباتم را حتما اینه که توی تحصیلات اگر واقعا شاید این ما یکم آسون گیری کنیم تحصیلات خوردم نکولش بره بالا، چون تحصیلات خورد خیلی سختگیری میشه این اتفاق واقعا نمیفته. اما تحصیلات کلان بعدش هم ببین تو مثلا برای 100 تومن 200 تومن که خود بدنام نمی‌کنی که بری تو بلک لیست بانک مرکزی، اما برای 200 میلیارد تومان میارزه تو بلک لیست بانک مرکزی بری. سال تو مثلا شعبه بانک کار کردم، یه سالش توی همین وصول مطالبات، پیگیر وصول مطالبات، تو همون خودش هم باز آدمایی که سطح پایین‌ترن تعهد مالی بیشتر، مگر اینکه مشکلی براشون میاد، ولی آدمی که وابسته به جایی هست، مثلا اونایی که سفارشی بودن تحصیلاتشون با اینکه اومده بودن مثلا گرفتن نمیداد، اونا مقاومت بیشتری داشتن. یه فرنده بود من مربوط به مسئول دفتر یکی ریاست حزب مدیره یه بانک دیگه که اینجا سپرده داشت دولتانه میگرفت. 5 ماه بود ما هم نمیشناختیم، مثلا نمیدونیم آقا کیه. ما هم اول رفتیم، شما میگین جوان بود، اول رفته بودیم یاسین گفتیم خب این الان انقدر شده ابلاغیه بده و فلان و اینا، ما خیلی حقوقی بلد نبودیم، همینجوری چی میگن حالا اصطلاحش اینه که سرمون انداختیم جلو رفتیم دیگه. بعد رفتیم جلو، چک اینو برداشتیم بردیم بانک خودشون. بعد چقدر گرفته بود که 3-4 ماهشو نداده بود، چک اینو اصول کردیم آوردیم ریختیم تو سرفصل مطابق شعبه. بعد یهودیم از بالا شروع کردن زنگ زدن، چیکار کردی این فلانیه؟ من که نمیدونستم کیه که چی. این محققات اینو وصول کردیم، هنوزم که دارم بهش فکر میکنم استرس گرفتم. آدمای عادی میدن. من خودم امروز 19 دیگه، امروز 19 من 19 به 19 یکی بانک رسالت 10 میلیون تومان قضا، یکی بانک کشاورزی. بعد دیشب یه دفعه یادم افتاد که بعد میریزم مثلا 17 به یکیش 10 تومن میریزم، 18 به یکیشون 10 تومن سقف کارت به کارت تو کارت اون بانک هم میریزم. یادم افتاد که یکیشو بیشتر چیزه، یعنی نریخته بودم. دیروز می‌خواستم ارزششو بریزم، ساعت 10 شب یادم افتاد. 10 شب به کشاورزی 10 تومن زدم. بعد دیگه نمیتونستم اتوماتیک هم ساعتم 1-2 چند شب اتوماتیک برمی‌داد حساب. بیدار موندم تا 12 بشه، 12 5 دقیقه بشه دوره باز شه، بتونم به رسالتم بزنم مثلا یک روز حتی دیر نشه. ما خوردیم راحت‌تر می‌دیم. ولی اون که کلانه واقعا نگاهش بر اینه که حالا ندادم خیلی تا بانک نیومده سراغم، زود تا اونجایی که بتونم نمیدم. خب ببینید بچه‌ها، آیین نامه اصلی ما، آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری به استناد بند ماده 11 قانون پول بانکی اومده در واقع نظام وصول مطالبات کشور رو تعیین کرد. اگر ماده 8 رو ببینید، میگه که اگر یه بانکی یه مطالبات غیر جاری بیشتر 2 ماه بیشتر از
100 میلیون تومان باید سریعا مراتب بانک مرکزی چی کنه؟ اعلام کنه. و در ماده 9 و ماده 10 هم میاد یه سری جوایز رو میاد در نظر میگیره برای افراد خوش حساب. اما جذابترش ماده 11 میگه که بانک موظفه که در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری اونا تو کل بانک بیشتر از 15% واماش بشه باید این محرومیت ها رو اعمال کنه. اما متاسفانه چون ما این سیستم رو نداریم که به هم دیگه وصل باشیم و شیر باشیم، هر بانک اینا رو بعد از اینکه 15% تو بانک خودش یا حتی کمتر شروع میکنه به اجرا کردن. یک، بهش دیگه وام نمیدن، چه ارزی و چه ریالی. دو، السی براش باز نمیکنن مگر اینکه 100% السی رو بده. سه، وجه التزام ازش میگیرن به چه مبلغی؟ معادل نرخ سود بانکی به علاوه 6%. 4، دست چک بهش نمیدن و حساب بانکی جدید هم براش باز نمیکنن. دقت کنید، این خیلی نکته مهمی ها. این فارغ از مدرسه ناراضی به عنوان شهروند اینو بدونید، اگر شما تسهیلات غیر جاری داشته باشید نه براتون حساب جاری باز میکنن نه دست چک بهتون میدن. اگر هم چک برگشتی داشته باشید نه حساب بانکی براتون باز میکنن نه بهتون وام میدن. این رابطه چیه؟ بالعکس موجب ماده 5 مکرر قانون چک، اگر شما چکت برگشت بخوره 24 ساعت بعد از برگشت چکت تا زمان رفع سوء اثر کارت بانکی برات باز نمیکنن، حساب برات باز نمیکنن، کارت بانکی بهت نمیدن، وام بهت نمیدن، السی بهت نمیدن، ضمانتنامه بهت نمیدن و تمام بانک ها حسابات رو به مبلغ کثیر مبلغ چک چیکار میکنن؟ بر مبنای سامانه محچک مسدود میکنن. این ورش هم هست، اگر که شما بدهی غیر جاری داشته باشید دست چک و افتتاح حساب جدید برات انجام نخواهند داد. ممنوع قانوناً، من اینکه بانکی کارت میده تخلف داره میکنه. خب حالا یه چیز جالب، باز نگاه کن تبصره 2 رو نوشته. تبصره 2 ماده 11 میگه که مشتریانی که میگه که این برای کساییه که مجموع بدهی غیر جاریشون تو همه بانک ها کمتر از 500 میلیون تومان باشه مشمول این محرومیت‌ها نمیشن، اما اینم دوباره اعمال نمیکنن بانک ها. و جذابترش اینجاست که حالا یه سری قواعد دستورالعمل امهال داره، با این نام امهال در نظر حذف شده. میگه جایی میتونه بانک طبقه بدهکار رو عوض کنه که 20% از پولش رو ازش بگیره. میدونید که وقتی که بدهکار بدهیشو نمیده تا 2 ماه، گفتم این جاری شامل محرومیت نمیشه. بعد از 2 میشه چی؟ سررسید گذشته. بعد از 6 ماه میشه چی؟ معوق. بعد از 18 ماه میشه مشغول روز، حالا بعدش سوخت شده. خب این میگه که اگر بخوای بیاری جاریش کنی باید حداقل 20% از مطالباتش رو چیکار کرده باشی؟ وصول کرده باشی. اینو میگه. اما دستورالعمل امهال مطالبات که سال 90 از اول 99 الزام آور شد میگه اصلا دیگه شما نمیتونی بدهی رو بیاری تو طبقه جاری بذاری، بلکه اگر مشکوک الوصوله میتونی بیاری تو مشکوک الوصول امهالی بذاریش. هر 6 ماه که اقساطشو باز پرداخت میکنه یه طبقه میاری بالاتر تا بعد از 3 طبقه میتونه بیاد بشینه کجا؟ یعنی بعد از 18 ماه میتونه بیاد بشینه تو جاری. تا قبل از 18 ماه نمیتونی بیاری تو جاری بذاریش. و جذابترش اینه که میگه دیگه اصلا 20% و 10% اینا هم نداریم، شما با 1% هم میتونی که باش امهال مطالباتشو انجام بدی. و آخرین نکته این دستورالعمل اینه که بر مبنای این دستورالعمل اگر بدهکار بیاد کل ماده 18 رو ببینید، اگر بدهکار کل بدهیشو بپرزه، بانک میتونه که نسبت به وجه التزام تأخیر تادیه دین اقدام کنه. یه نکته رو من میخوام بهتون توضیح بدم. 4 تا عبارت داریم، این 4 تا عبارت شما بشناسید. اصل تسهیلات چقدر؟ 100 میلیون تومان. درسته؟
100 میلیون تومان تسهیلات دادم. نرخ سود چند درصده؟ 20%. تسهیلات من چند وقته است؟ 1 ساله. خب پس اصل تسهیلات 100 تومانه، نرخ سود 20%. در پایان سال اول چقدر باید بدهکار پرداخت کنه؟ 120 تومن. به این 120 تومن میگیم چی؟ اصل بدهی. خب حالا طرف نمیاد بده. طبق این ماده 17 این آیین‌نامه رو ببینید بچه‌ها، میگه که اگر نیومد بده دیگه پایان سال اول سود تموم شده، دیگه ما قراردادی نداریم که سود بگیریم. چی میگیریم؟ وجه التزام میگیریم. وجه التزام چقدره؟ معادل نرخ سود قرارداد به علاوه 6%، یعنی 26%. یعنی اگر سال دوم نداد چقدر ازش میگیرم من؟ 146 تا، چون 120 تا اینجا، 26 تا هم اینجا. درسته؟ « 26 تا به اصل تسهیلات میخوره یا اصل بدهی میخوره؟ اصل بدهی میخوره، مرکب نیست. خب به اصل بدهی وجه التزام تعلق میگیره، نه به اصل تسهیلات. این سود مرکب حساب نمیشه. پس 26% از 120 تا میشه 31. 31 به علاوه 120 میشه 151. در پایان سال دوم شما 151 واحد میتونی از بدهکار بگیری. حالا پایان سال سوم چی؟ بازم 26 تا 151. 151. این دیگه میشه سود مرکب. این دیگه میشه سود مرکب، ربا میشه. گفتم بچه التزام به اصل بدهی، اصل بدهی 120 بود، تموم شد رفت. پس بنابراین دوباره 31 روش اضافه میشه 182. همینجور. پس نگاه کن هر چی میره جلوتر نرخ استهلاک تسهیلات چی میشه؟ پایینتر میاد. بنابراین برای بانک نمیارزه که ادامه بده. نمیارزه برای بانک این وضعیت رو ادامه بده. اینا رو من رو پیج منو دارید دیگه ها. اینا رو حال بانکی سرچ کنید میاد. اینا رو توی هم تلگرام اینستاگرام من کامل جزوات و فیلم‌های آموزشی و اینا رو گذاشتم، میتونید که ببینید که حالتهای سود مرکب و اینا رو توضیح دادم که چه اتفاقی میفته. اون 12% خسارات تأخیر تهدیه قبل از انقلاب بوده. نه شما چیزی قرض الحسنه اید. آره قرض الحسنه فرق میکنه. بچه التزام بانک‌های قرض الحسنه 12%. چرا 12%؟ چون بچه التزامشون جریمه 8%، 4% هم کارمزد میشه 12%. ولی بانک‌های وام‌های غیر قرض الحسنه میشه نرخ سود به علاوه 6. ضمانتنامه و LC هم نرخ سود به علاوه 8. دقت کردید؟ ضمانتنامه قرض الحسنه ها و LC ضمانتنامه اون چیش. حالا میگه چی؟ میگه اگر اومدی کل بدهی تو یه جا خاص تصفیه کنی، بانک چی رو میتونه ببخشه؟ فقط همون 6%. یا تو قرض الحسنه فقط همون 8% رو میتونه ببخشه. کل این مبلغ رو نمیتونه ببخشه. سقفش همین 6 تا 8%. چقدر دیگه وقت داریم؟ بله ببینید سود مرکب در دو جا اتفاق میفته. یه جاییه که خانم فرمودن، یعنی اینکه اگر بیاد 26 رو بزنه به 151 میشه سود مرکب، اگه بزنه به 182 میشه سود مرکب. متاسفانه برخی قبلا ممکنه کرده باشن این. خب اینجا میشه سود مرکب. اما اگر 120 رو بزنه 26 رو بزنه به 120 سود مرکب نخواهد. نکته دوم اینه که دید میگم مثلا میشه 151 182 اینجوری با نرخش مسلک میشه به بانک. بعد از 2 سال 3 سال میبینید نرخش توجیه نداره، بعد تازه باید ذخیره هم بگیره. درسته؟ چیکار میکنه؟ چجوری امحال میکنه؟ امحال اگر بخواد دستورالعمل امحال مطالبات باشه درسته، اما قبل از دستورالعمل امحال مطالبات متاسفانه شیوه نادرستی برای امحال بود و بانک ها بر مبنای شیوه ها کار میکنن که متاسفانه منجر به سود مرکب میشد. چیکار میکردن؟ میگن آقا بدهی 182
بیا 182 تا رو یه توافقنامه امهالی با هم میبندیم، یه سال دیرتر بده. چقدر بده؟ دوباره 26% یا 20% میمادم رو 182 میبستم. به این فقها میگن چی؟ ربای جاهلی. چرا بهش میگن ربای جاهلی؟ چون در زمان جاهلیت یه نفر اگه به یه نفر بگی داشت در سر رسید بهش میگن توتی او تربی، یعنی یا بدهیمو بده یا تربی. یه جا گفت یعنی از فکر کرد از تراب و خاک، میگفت یا میزنم با خاک یکسانت میکنم. خب یا رباشو بده یا زیادهشو بده. دقت کنید، اعطای مدت، دادن مدت در قبال دریافت سود میشه ربای جاهلی. به یه نفر مهلت بدی سود بیشتری بگیری میشه چی؟ من بهت میگم 182 تا بدهی داری، برو یه سال دیگه بیا بده، 24% ازت بگیره، میشه ربای جاهلی. حالا عجله نکن. خب یا میگفتم آقا همه رو، مثلا من معدنی رو بهت فروخته بودم 36 قصه 100 میلیون تومان، در سر رسیدش نمیدی، بهت میگم که آقا یه فروش اقساطی ببینم دوباره بر اینو چیز، آقا یه بار کالا فروخته شده دیگه نمیتونی تو فروش اقساطی بدی. یا می اومدن مشارکت میدادن، میگن من یه وام مشارکت میدم جهت تسلیه دیون سابق. معمولا اصلا وام مشارکت برای تسلیه دیون سابق خیلی وقتا سوری میشه. اینا همه مصداقای چی هن؟ ربای جاهلی و مصداق سود مرکب. دستورالعمل امحال مطالبات اومد اینو رو حذف کرد، این شیوه رو اصلاح کرد و گفتش که اگر که چرا این اتفاقا میافتاد، چون در قانون عملیات بانکی بدون ربا کلا در خصوص امحال مطالبات ساکت بود، هیچ چی نمیگفت. در سال 96 بانک مرکزی فقط یه دونه نامه گفت اگر خواستید امحال کنید از این سه تا عقد میتونید استفاده کنید، هیچ چی دیگه نگفته بود. تا 99 خدا رحمت کنه آقای سید عباس موسویان اومد بنیانگذار همین دستورالعمل امحال مطالبات شد و اومد چند تا نکته مهم گفت. این نکات مهمیه که من بهتون میگم. گفت اگر خواستید امحال کنید با این شرایط اگر امحال کنید اشکال نداره، حتی دادن وام جهت تسدید دیون سابق. یک، اگر خواستی بدی و التزام از دلش بکش بیرون، مابقیشو امحال کن. یعنی آن که قابل امحال است 120 تومانه است، نه اون 31 سه تا 31 رو بکش بیرون، اصل و سود تسهیلات رو میتونی امحال کنی. دو، اگر خواستی امحال کنی فقط باید از یه سری عقود معین در یه قالب‌های معین استفاده کنی. نمیتونی بی فروش اقساطی با فروش اقساطی تمدید کنی، نمیتونی بی فروش اقساطی با مرابحه تمدید کنی. باید عقدی که میای براش امحال مطالبات میکنی عقد واقعی باشه. سه، اگر خواستی امحال مطالبات کنی فقط یه بار اجازه داری کار کنی، نمیتونی 20 بار بیای امحال کنی و با مصوبه هیئت مدیره برای بار دوم میتونی این کار بکنی. هر مرتبه هم نهایتاً چند سال؟ 5 سال. سقفش 5 سال. نکته بعدی، اگر یکی رو امحال کردی نمیتونی بیاری بذاری طبقه جاری که ذخیرت رو حذف کنی. تو باید در طبقه متناظر بذاری و متناسب با اون چیکار کنی؟ ذخیره بگیری. اما محرومیت‌های بدهکار غیر جاری شامل حال اون بدهکار نمیشه، یعنی در واقع به نفع بدهکاران شد و به زیان بانک‌ها، چون بانک باید میگرفت ذخیره‌شو، اما در اون بعد اون بدهکار از سرفصل بدهکاران غیر جاری در میومد و یعنی در نمیومد، محرومیت‌ها شامل حالش نمیشه. این چند تا نکته بود که آیین‌نامه وصول مطالبات ابلاغ شد. من این آیین‌نامه رو ساده سازشو گذاشتم براتون و با هم دیگه یه دور مرور می‌کنیم تا نکات مهمش رو بتونیم که یاد بگیریم. سوالی هست اگه هست بفرمایید. ببخشید تو این موضوع آخری که گفتید الان حالا فکر میکنم بانک‌ها موردی که خودم دیدم به مشتری که حالا رفته تو مطالبات غیر جاری میگن برو یه نفر دیگر بیار من به اون تسهیلات بدم تو اون پولو بیار تسویه کن. یا السی هم دیدم این کارو کردم، موقعی که السی رفته تو سرفست به مشتری میگن که برو از این شرکتی که ازشون جنس میخری یا بهشون میفروشی بیان اونا السی رو گشایش کنن، بعد اینو جنس رو بفروش پولشو بیار تسویه کن. یه حالت امحال
غیر رسمی عملا انگار تو شبکه بانکی داره اتفاق میفته. میگن تو بانکی که من کار کردم یه اتفاق افتاده، حالا نمیدونم توی بانک‌های صادرات اینا. آره حالا ببین یه چیز کلی به شما بگم. اون چیزی که من برداشت کردم از اسلام و مقررات اسلامی اینه که ما در حقوق و قواعد فقهی میگیم العقود تابعة للقصود. تو اگه اراده داشته باشی که بیا این آب معدنی از من ربا بگیری، حتی عقد اسلامی هم روش بذارم، اگر اراده کنی که ربا کنی و منم اراده داشته باشم که ربا بدم، این ربا میشه. آب این همه دریا هم بیاری نمیتونی که نجاستشو پاک کنی. پس قصد و نیت افراد مهمه. اما در بانک‌های قرض الحسنه ما میگیم که اگر که کل قرض جر به این نفعن فهو ربا، مثل ربای قرضی تعریفش اینه دیگه. اگر که تو یک قرضی رو بدی در شرط زیاده بکنی چرا؟ حالا بانک‌های همین رسالت میگه آقا اینقدر معدل ایجاد کن، من اینقدر بهت وام میدم. این اگر شرط باشه رباست، امتیاز باشه ربا نیست. خب بعد میگه که خب آقا ما کجا بدونیم این شرطه یا امتیازه؟ برو ببین قرارداد چی نوشته. نه قرارداد نمیخواد بگه چی نوشته. اگر تو این پولو بذاری تو رسالت، تو ذهن خودت، ذهن بانک این باشه که حتما بعد از این اتفاق بیفته، این میشه. اما اگر گذاشتی میگه آقا من میذارم جایزه این کار به من اینو میده، اما اگرم نداد دیگه. من نمیتونم برم تر دعوا کنم اعلام بانکو بگیرم ببینی که این وام سرور معدل به من بده. اگر با این نیت رفتیم میشه ربا. اینی که بانک ها چیکار میکنند و مشتریان چیکار میکنن، حتما قصد افراد در تشکیل اون مسئله نه، اما شکل هم مهمه. شکل ماجرا هم در اسلام شکل مهمه. ببینید اسلام به ظاهر همیشه اهمیت میده. خدا رحمت کنه این مولویان یه مثال میزد، منم یه مثال میزنم براتون. میگفتش که این آب انگور رو مثلا چه میدونم اگر 5 تا قل بخوره میشه سرکه، یه قل بیشتر بخوره میشه اون چیزی که نباید بشه. خب این مثلا ثواب داره خوردنش، اون یکی ایکس و ایگرگ میشه. من مثال ازدواج رو میزنم، میگم که شما با یه نفر ازدواج میکنی، اگر صیغه عقد رو بخونی میشه ازدواج، نکاح، ثواب میگن آقا دین تو کامل کردی، اگر نخونی میشه زنا، سنگسارت میدن. پس شکل برای اسلام مهمه، ظاهر مهمه، اما در این حال دقت کنید العقود تابعة للقصود. اون قصد هم از همه چیز مهمتر. این دو تا در کنار هم میتونه تکمیل کننده باشه. در اسلام هم در بانکداری هم این شکلیه. اگر شما نیت ربا داشته باشی به عنوان بانک یا مشتری، 100 تا قرارداد و شکل و بانکداری اسلامی هم نمیتونه. پس حالا من حرف خطرناکی تازگی‌ها میزنم، خیلی جرئت نمی‌کنم، چون هر جا میرم کسی که نمی‌نویسه که مثلا معلم دانشگاه گفت، میگن هیئت مدیره صادرات گفت، به خاطر این منتظرم از پستم برکنارشم بعد مقالهشو بنویسم بدم بیرون. من به اعتقاد دارم بانکداری اسلامی جز 3 تا مسئله چی نیست. یک، توزیع عادلانه منابع. آقا پول برسه به دست اون که مستحقشه. این با حال‌های متعدد تو کسی یه عده خاصی نمونه. توزیع عادلانه منابع، اخلاق درست و انسانی در مواجهه با مشتریان. آقا مشتری درست باش برخورد کنی. 3، پول در محل خودش مصرف. تمام شد. آقا تو وام میگیری برای خرید خونه، برای خرید خونه انجام بده. حالا اسمشو بذار عقد X، اسمشو بذار عقد Y. پول اروپا هم اینجوری دیگه. اروپا این هم عقد ندارن که بانکداری دنیا، ولی اگر پولتو بگی جای دیگه مصرف کنی پدرتو در میارن. اسلام هم داره میگه. اسلام میگه که میگن قانون عملیات بانکداری ربا که نوشتن از امام فرمودن که برید یه کاری بکنید که پول سود نیاره، بخش واقعی اقتصاد به گردش بخش واقعی اقتصاد پول در بیاره، تحصیلات تو محل خودش مصرف بشه. وگرنه به قرآن الان تو این تورم رهبری هم فتوا دادن اخیراً دیگه، گفتن آقا دقیق میشه شرط کرد که تورم رو توش لاحال میگن در مورد بانک‌ها نیست، در مورد آدم‌ها. فتوا بعدن میشه تصریح شد بکنم، میشه تصریح دیگه. این الان تو تورم 50% هر عقدی بذاری بر مردم بذاری تو این تورم 20% داری میدی، به خدا تازه از شیر مادر حلال‌تر هر چی که داری میگیری. ولی بابا پول تو محل خودش مصرف بشه، توزیع عادلانه منابع وجود داشته باشه، اخلاق اسلامی، این میشه بانکداری اسلامی. اسلام هیچ چیز غیر از این نخواسته از ما. یعنی آنچه که اهمیت دارد
باید منجر به این بشه که الان مثلا فرض کنید من آدم میشناسم دیگه، بهش میگه 10% میگه من میخوام، بگی 20% میخوام، بگی 30% میگه میخوام، بگی 50% میاد، چون در 100% سود کنه. کتاب تحصیل مال نامشروع محقق داماد رو بخونید، اونجا ایشون به نقل از امام نقل میکنه در تقریب مسیری که ما یک ربایی داریم به اسم ربای، فکر میکنم بازرگانی یا صنعتی، اینطور چیزی. میگه جایی که طرف نه، چون از امام خودم مستقیم ندیدم، از کتابشون نقل میکنم، میگه اگر گرفتی 100% سود کردی 50% ربا بدی. چرا؟ چون فلسفه ربا ظلم نشدنه. وقتی که ظلمی اتفاق نمیافتد به تبع شما نمیتونی بگی ربایی هم اتفاق افتاده، چون هر حکم میگن انار رو نخور چون انار توش هست برای سرماخوردگی بده. حالا اگه انار شیرین گیرت اومد میتونی بخوری اگه سرماخوردگی، علت داره معلول داره هر کدوم از اینا. ربا چرا بده؟ چون منجر به ظلم میشه، چون منجر به این میشه توزیع عادلانه منو اتفاق نیفته. نه من نمیگم هرج و مرج بیاریم، من اینجوری که هر کسی از رو استیصال که تحصیلات به نقش 2% هم باشه، اینم در واقع داره بهره میده دیگه، داره بهره یه جوری داره، فقط 2%ش هم چون درصدش بینه نمیشه گفت این مثلا حلاله. یا مثلا مثال میزنن میگن در کجای دنیا این حرف خیلی عامیانه است، طنز اصلا من دردم میگیره، چه حزب اللهیا بگن چه اونوریا بگن چه مردم عادی بگن، یا در جای دنیا چیز نرخ سود 30% داریم بعدش هم گذاشتیم بانکداری اسلامی. خب مگه در کجای دنیا نرخ تورم 5% داریم که نرخ تحصیلات 30% داشته باشی؟ آره ببین چه اقتصاد اسلامی فلان، ژاپن 2% مثلا، بلژیک دیدید می‌نویسن بلژیک فلان، بعد اونها مثلا بی‌حجاب هم اسلام هم داریم. نشد حرف که تورم، ببین توزیع عادلانه منابع کجا اتفاق میفته. این با همین نگاه داریم میریم پولدارا پولدارتر میشن، فقیرا فقیرتر میشن و این اتفاقا میفته. خب بماند الان این حرفایی میزنیم خلاصه. آقا اینا رو از این فیلم‌ها ما کشید بیرون. من تو خودم شهر کرده بودم از این حرفا نزنم. با این سه موردی که شما گفتیم بانک اسلامی نداریم ما دیگه کشور. آقا بس دیگه کفایت میکنه. من دیگه میترسم دیگه حرف خطرناکه. بچه‌ام خسته شدن. اون چیزی که می‌خواستم بهم گفتم دیگه. آره حالا طلباتم همون نکات این فایل ساده سازم همون نکته‌ای که بهتون گفتم دیگه. آقا مجدداً به وجه التزام تعلق نمیگیره و عقودش آوردم که آقا فقط حد اکثر 5 سال برای یک بار مشروط به تصویب هیئت مدیره بانک. و بعد نگاه کنید بچه‌ها، حالا اینا رو گذاشتم که هر عقدی رو جا رفت. آره اینجا رو نوشتم، شیوه اعمال نوشتم که ما 4 تا شیوه داریم: تقسیط مجدد، تمدید، تجدید و تبدیل. بعد تعریف هر کدوم هم نوشتم. چون آقای دکتر دادجو من گفت خیلی وارد مباحث تخصصی نشو، بچه‌ها چیز میشن زده شن، بعد میگن دفعه بعدی مراجعه دعوت نکنید. اینا رو من میتونم بهتون توضیح بدم، هم خیلی پیچیدگی داره. هر کدوم از اینا رو نوشتم که تو چه قالبی باید امحال کنیم، چی رو میشه امحال کرد، ولی کلیتش همین نکات بود که گفتم. اینم جدولشه که نگاه کنید. میگم هر عقدی رو به چی میشه تبدیل کرد. اگر خواستید وقت تخصص امحال مطالبات کنید، هر عقدی به چه عقد دیگه‌ای و چه شرایطی باید باشه تو این جدول کامل براتون گذاشتم. خلاصش در یک جمله اینی که ما 3 تا عقد داریم که تحت هر شرطی برای امحال مطالبات میتونیم استفاده کنیم: خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف. چطوری؟ شما الان 100 میلیارد تومان به من بانک بدهید. بهت میگم که سرکار خانم چی اسم شما؟ خانم سیف‌الدین. میگم خانم سیف‌الدین 100 میلیارد به من بدهی داری، پول داری بدی؟ میگه نه ندارم، من برشکستم یا من مشکل دارم، مثلا نقدینگی هستم. میگم چک داری چی که مشتریتون به من بدی؟ میگه آره اتفاقا کلی کالا فروختم چک دارم. میگم چک 100 میلیارد به من بدهی داری، 120 میلیارد تومان به من چک تو بده، من 120 میلیارد تومان تبدیل میکنم خرید دین بهش میگن 100 تومان. 100 تومان بدهیشو تصفیه میکنم، در سررسیدی 120 تومان رو از صادرکننده چک وصول میکنم. میگی چک ندارم، الان اینو میگم بعد خدمت. میگم خب چی داری؟ میگی که من کارخونه روبی گوجم الان کلی بدهی دارم، اما 6 ماه دیگه فصل مثلا زمستون برسه گوجه‌ام آماده میشه، الان باید گوجه بخرم شهریور فلان. میگم من محصولات رو سلف میکنم، پیش خرید میکنم، 120 میلیارد تومان محصول میگیرم سلف میکنم، الان 100 تومان میدم، با 100 تومان بدهی 100 تومان اینو تصفیه میکنم و بعد 120 تومان رو در سررسیدش چیکار میکنم؟ محصولات میفروشم و وصول میکنم. و عقد سوم چیه؟ اجاره به شرط تملیکه. نه چک داری نه محصول.
کارخونه تو یا ملک شخصی تو میام چیکار میکنم؟ میگم که بیا به اسم من سند بزن، اجاره به شرط تملیک برمیگردونم، اگر همه قسطات دادی ملک تو به برمیگردونم. این میشه 3 تا اعطای تسهیلاتی که میشه وام داد، قبلی رو باش تصفیه کرد. اما چقدر؟ فقط 120 تومنه رو و 40 التزاما رو نمیشه اینجا آورد. میشه شیوه های اعطای تسهیلات جهت تسهیل نصاب. اوراقی هم ما تو بازار سرمایه داریم در قالب اوراق منفعت. از این هم میتونیم استفاده کنیم. یعنی خب من بدهکارم ولی یک نفعی قراره مثلا فرض بله، اوراق رو تنزیل کنی. هر سند تجاری که بهایی در سر رسید داره قابلیت تنزیل داره. الان همین اوراق خزانه اسلامی، اوراق اقصا، همه اینا رو نه من فرض که من سهامدار یک شرکتی هستم. بله. بعد به شما میگم که خب این شرکت من تا آینده به احتمال بالا مثلا 200 میلیارد تومان سود کنه، من مالک 100% هستم، اون 200 میلیارد رو در قالب منفعت به شما میدم. یعنی عملاً تنزیلش کنید، نه اوراقی دارم، نه ملکی دارم، نه مسئولی دارم. تو این قالب الان تو بورس هم این اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید هواپیمای ماهان چارتراش رو پیش منافع پردازش احسن منافع رو یک نفع باشه که اینو تضمین کنه و تایید کنه در سررسی تبدیل به نقچه‌بندی داره. اگه این اتفاق بیفته بله. اتفاقا دیروز بودی که بچهای دانشجوی اتفاقا دکتری خودم بود، گفتش که ما میخوایم بیایم قراردادهای واگذاری چی داریم، سکوهای تامین مالی داره. آره گفت ما اینا اگه سه قرارداد واگذاری داریم ما می‌خوایم اونا رو بیایم توثیق کنیم. گفتم که بیا مدلش رو من توضیح بده، اگه کسی آماده است که اینا رو توثیق کنه و بر مبنای اون اعتبار بکنه. هر چیزی که در آره گفت از فرابورس آره مجوز فرابورس رو میاریم، گفت هر چیزی که قابلیت نقدشوندگی در سر رسید داشته باشه قابلیت تنزیل و توثیق به سکو نقد نمیشه. قراردادشو گفت، قرارداد همون منفعتش یا یه قراردادی رو گفت ما فقط اصلشون رو بعضن تضمین شدن ما هم اصلشو میگیریم دیگه، میزان اصلش میگیریم. خب یه سریاشون رو ببین اصلا تو مثلا کوها از نرخ‌های تامین مالیشون از 45 هستش، 45% داره، مثلا 42 داره، من 46ش هم دیدم. خب هرچی که مثلا از 42 به بالا میری اینو معمولا اصل پول رو توسط اون صندوق نوآوری شکوفایی تضمین میشه، رو فرعش هیچ گونه تضمینی نیستش. اتفاقا من چون الان خودتون مطرح میگم یه سکویی بود، حالا بعدا اسمشو میگم، همین اخیراً دیفالت داشته، هم رو اصل هم رو فرع و کلی هم تو بازار سر صدا کرد. هرچی نخوام میره بالاتر مثلا اون 45 46 اون دیگه اصلا هم تضمین نمیدن و اون کیسی که من به شما اونایی بوده که 46% سالانه وایتی میداده و اسمی 46 ها، یعنی اگر که شما بتونی خوب مایارارش رو در بیاری میتونی راحت 50% هم گین بگیری. حالا میگم این قضیه رو میتونید راجع بهش صحبت کنید که فقط مجوزه رو میده، ولی خب بررسی تر مثلا من سکو دارم شما هم سکو دارید، مدیر من یه جور بررسی میکنه، مدیر شما یه جور بررسی میکنه. دست شما در نکنه، مطالعه میکنم. ما سکو فقط بعدین بپریم کار دیگه حالت. سلام. من عرض آخرمون بگم خدمتتون بچه‌ها، حالا مدیر مالی میخونید، اقتصاد میخونید، هر کاری که میکنید، برای اینکه تو این عرصه موفق باشید چاره‌ای جز اینکه قوانین و مقررات این حوزه رو خوب یاد بگیرید ندارید. خب یعنی هر گرایشی هر تخصصی دارید باید قوانین، نمیخواد خیلی تخصصی ها، ولی باید تمام این نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بعد این حوزه، هیچ حوزه هم مثل این حوزه سرعت تغییر و تحول قوانین و مقررات ما نداریم. یعنی شب میخوابی صبح بیدار میشی. همین اقاله رو من بهتون گفتم در 4 مقطع 4 سال اخیر چقدر تغییر کرده، یا مثلا دستورالعمل ضمانتنامه‌ها، دستورالعمل LC داخلی، اوراق گام، اینها دائم در حال تغییره. سعی کنید که به روز باشید. حالا در یک یا پیج من یا جایی دیگه‌ای که تو تلگرام، البته تو اینستاگرام خیلی جای این کارا نیست که دائم خود سایت بانک مرکزی بنا که میذاره، حالا این حجمش زیاده، شما عضو بشی باید در طول 25 تا 30 تا پست ببینی. آره یه جایی که خیلی مختصرتر میذاره، حتما دستورالعمل‌ها، مقررات، نظام‌ها در جریان باشید که تسلط روی اینا خیلی ادامه کار بهتون کمک میکنه. آرزوی توفیق و سربلندی براتون، آدینه خوبی داشته باشید. به خدا میسپارمتون. خیلی از آقای دکتر مرادی ممنونیم برای ارائه خوبشون. برای صرف نهار امروز میتونید تشریف ببرین طبقه بالا سلف، اونجا نارو میل بفرمایید. کلاس بعدی هم ساعت 1 شروع میشه مطابق روزنامه.